سلام، خیلی خوش اومدیم به وبینار وردپرسی ها، در واقع گفتگوی وردپرسی ها که توی این جلسه و در واقع امروز قراره که در خدمت مسعود جان باشیم. با پیج استاد نو شاید بشناسینشون و خیلی کارهای دیگری انجام دادن که حتما سمتش میریم. من متین شکری ام، پیج شکری نو، اگر حالا قبلا دیده باشین توی اینستاگرام قالب شکری نو رو دارم و از اینجور چیزا. حالا خیلی از خودم تعریف نمی‌کنم و میریم سراغ مسعود عزیز. مسعود جان، اگر ممکنه یه معرفی از خود داشته باش و ما در خدمت هستیم. سلامت اینجا، سلام رفقا، خیلی مخلصم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردین، اینجا در خدمتتون هستم. من مسعود آرودی پورم، پیج استاد نور رو اینستاگرام، طراح و توسعه دهنده وردپرس و در خدمت شما رفقا. خیلی عالی، ممنون که دعوت من رو قبول کردی و در واقع تو جمع ما هستی. خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم از تجربیاتت استفاده کنیم. با توی افتخار. پرانتز من یه نکته ای رو بگم، این که اسپانسر این گفتگو لیمو هاسته که اسپانسر ماست و اسپانسر در واقع وردپرسی هاست که خدمات هاستینگ در واقع ما میده، هاست وردپرس و ووکامرس. و اسپانسر بعدیمون ژاکته که خدمات حالا فروش افزونه و قالب و چیزهای دیگه وردپرسی رو داره که میتونید ازش استفاده کنید. مسعود جان، من یه سری سوال نوشتم، حالا به تب کامل نگفتم ولی خب این سوالا رو دارم ازت میپرسم. بچه ها هم اگر سوالی دارین حتما یادداشت کنین و طی تایمایی که میدم بپرسین، ما هستیم و جواب میدیم. این که به همون بگو وردپرس رو از کجا شروع کردی، اصلا چی شد که تصمیم گرفتی وردپرس رو شروع کنی، طراحی سایت رو شروع کنی، اصلا کلا بیای سمت این داستان. خب، سوال قشنگی پرسیدیم اینجا. برای شروع گفتگو به نظرم سوال خیلی خوبیه. مرسی. منم مثل بقیه از زمین خاکی شروع کردم. شروع کار با وردپرس من از سال 92 بود، به پیشنهاد یکی از دوستامون. اون موقع تصمیم گرفتیم که بریم تو این حوزه. خب خیلی فضای کوچیک و ارزم به خدمتت که اینقدر گسترده نبود، اینقدر بچهای زیادی توش کار نمی‌کردن. یکی دوستان پیشنهاد کرد. من رشتم کامپیوتر بود، به واسطه رشتم با کدنویسی و اینا یه ذره آشنایی داشتم، کار می‌کردم. شاگرد اولم بودم، بد نبود کار کردن و کد زدنم. ولی یه مشکلی که داشتم این بود که اون دوستم بهش خیلی اشاره داشت، میگفتش که چرا کد نمیزنی، چرا کد نویسی نمی‌کنی. من خیلی حال و حوصله کد زدن و کد نویسی کردن نداشتم. بعد بهم پیشنهاد کرد، گفت یه نرم افزاری هست به اسم وردپرس که شما میتونی باهاش سایت بسازی. دوست داشتی برو یه نگاهی بهش بنداز. این دوست داشتی برو یه نگاهی بهش بنداز همون سال 92 باعث شد که من بیام سمت وردپرس و کم کم برم ببینم آقا داستانش چیه، از کجا میشه شروع کرد، چجوری میشه ازش استفاده کرد. و این شد شروع کار ما با وردپرس. خیلی هم عالی. میشه گفت یکی از تقریبا قدیمی ترین های این حوزه میشه. 92 تقریبا میشه گفت تو ایران خیلی جا افتاده نبود وردپرس. آره، فکر کنم حتی همیار وردپرس فکر میکنم همون موقع ها شروع شد اگر اشتباه نکنم، یعنی که یه از قدیمی ذره ترین. دیرتر شروع شد. دیرتر شروع شد. همیار وردپرس، آره همیار وردپرس اون موقع وبسایتی داشت آیه حاجی محمدی به اسم وردپرس 98. بله الان بله. به خودش هم بگی شاید یادش بیاد، خودش هم ببینه اینو شاید یادش بیاد. یه وبسایتی داشت به اسم وردپرس 98 که تقریبا بسته میشه شد فکر گفت یه کنم وبسایت. سایت، همچین آره چیزی بود. آره. آره خیلی وقته. بعد دیگه اومد روی همین وردپرس و دیگه اونجا کارا رو ادامه داد. و اون کلا مدلش مثل سایت های طراحی وبسایت بود، یعنی خدماتی داشت به اسم طراحی وبسایت و نمونه کاراشون اونجا بود. و کلا اصلا فرمتش با این چیزی که الان بود فرق می‌کرد. و آره خیلی کم بود در کل. بچه نه توضیحات دیگه عذاب این نیست. خدمتت که آره اون موقع حالا همونجور که صحبت هم کردیم چون خیلی قدیمه، منابع فارسی واقعا فکر میکنم تقریبا نبود و داغون بود. آره میخوام بدونم که اصلا از کجا شروع کردی، همین که بخوای یاد بگیری طراحی سایت رو. حالا حتی اسمم بخوای بیاری دوره ای رو اوکی، مشکلی نداریم. که از جای خاصی شروع کردی، چه جوری رفتی دنبال این که پیداش کنی؟ این بیشتر برام خیلی مهمه، این مسیره که دنبال در واقع آموزش بریم خیلی برام مهمتره. خب ببین متین جان، یه چیزی که من همیشه یه استادی داشتم توی دانشگاه. من فکر میکنم تمام این 10 12 سال و مدیون اون آدمم. شاید باورت نشه توی 4 سالی که من تو دانشگاه درس خوندم، تنها چیزی که من توی این 4 سال یاد گرفتم همین جمله بود. یعنی شاید کل این مسیر 10 12 ساله
از همونجا اومد. اینکه از کجا یاد گرفتم، نه واقعیتش دوره‌ای تهیه نکردم، یعنی هیچ دوره‌ای تهیه نکردم، فقط و فقط با سرچ بود. باور شاید نکنی ولی فقط با چرا سرچ بود باور؟ واقعیتش. نه من آره باور میکنم. آره و بیشترم این که یه جمله‌ای به من گفت اون استادم، بهم گفتش که یه پروژه خیلی سخت بهمون داد. اون موقع ما مثلا زبان سی و سی پلاس پلاس کار میکردیم تو دانشگاه. یه پروژه خیلی سخت بهمون داد، هممون رفتیم خونه اون پروژه رو انجام بدیم، اومدیم بهش تحویل بدیم و همه اون 30 نفر گفتن که 30 نفری که تو کلاس بودن گفتن که ما نتونستیم انجامش بدیم. بعد برگشت گفتش که یه دونه کلمه هاو تو، اول چیزی که میخواین دنبالش بگردیم بذارین تو گوگل سرچ کنین، نیاز به هیچ استاد و هیچ دوره و هیچ مدرک و هیچ چیز دیگه هم ندارید، خیلی راحت جواب سوالتون رو بهتون نشون میده و میتونید راه حلش رو پیدا کنید. این یه بخش کوچیکیش بود، ولی اصلی ترین یعنی کلیدی ترین جمله‌ای که من میتونستم بشنوم که برم دنبال این مسیر و یاد بگیرمش، فکر میکنم همین بود. همین باعث میشد من هر سری که به مشکل میخوردم، کاری که الان متاسفانه خیلی از بچه‌ها نمیکنن و همش دنبال اینن که یه نفری اونجا باشه، یه مسئولی باشه، یه متینی باشه اونجا ازش سوال بپرسن و بهشون بگه. اون آدم اون سال به ما اینجوری یاد داد که شما خیلی منابع هست که با یه کلمه ساده میتونید جوابشو پیدا بکنید. الان که دیگه خیلی بهتره از اون موقع. دقیقاً. و الان شما با یه سرچ ساده، با یه نمیدونم استفاده از ای آی، چت جی پی چت تی، جی پی تی که اصلا هزار تا دیگه واقعا منبع هست که عالی. آره واقعا عالیه و خیلی راحت میتونید جواب سوالاتتون رو بگیرید، هر جای هر مشکلی داشته خیلی راحت میتونید حلش بکنید و خیلی ساده تر همه چیز. ولی مسیر اصلی شروع این داستان فکر می‌کنم همین جمله‌ای بود که من از اون آدم شنیدم. بسیار عالی. خیلی هم ممنون ازت. آره واقعا اینی که به گفتم از آن خیلی جذابه. البته این توی اون تایم واقعا خیلی جواب میداد که حالا مثلا مخصوصا منابع انگلیسی رو بهت نشون میداد. آره ولی آره الان من خیلی این رو دقیقا قبول ندارم که به این صورت سرچ کنید، چون یه خورده محتواهای هاوتو اینا سئو کار اومدن گند زدن به محتواها. حقیقتا حالا بچه‌های سئو کار دوستم زیاد هستن، خودت هم سئو کار کردی، گند من زدن به سبا کار میکنم. محتواها. آره سئو هم کار کردی، گند زدن به محتوا. مثلا میذاره هاوتو یه چیزی نوشته که فقط گوگل رو آورده بالا، یعنی به دردت خیلی نمیخوره. نه اون موقع آره آره اون موقع داستان خیلی فرق کرد. میگم الان اصلا پروسه یادگیری اینجوری که شما فکر میکنی نیست. آره یعنی اینجوری که تو بری دو تا کلمه بزنی و جواب بگیری، نه خیلی منابع خفن‌تر و قوی‌تری هستش که میشه ازشون آره استفاده کرد. حالا دیگه بچه‌ها خودشون واردترن دیگه، از کجا برن سمتش و سراغش. دقیقاً. بعد الان دیگه همون ای آیه به نظر من همین چیزی که میگی رو با ای آی میشه انجام داد. من خودم الان همین هفته اخیر یه مقاله می‌خواستم بدم بعد دانشگاه که حالا اصلا هم تایم نداریم دیگه حالا خودمونیم، هم من و هم تو هم خیلی بچه‌ها دیگه تایم که هیچی نداریم بعد دانشگاه، تقریبا وقتی نیست که من بذارم. همون آره روز آخرش میگم شب آخرش من از فکر کنم ساعت 10 شب شروع کردم، ساعت 1 تموم شد. هم از موضوع گرفته تا تحقیقش تا نمیدونم اینی که تحقیق کردی رو بهم یاد بده، اینو اسلایدش کن، همه رو با همون چت جی پی تی جمع کردم و واقعا هم تموم چیز شده. سختی نشد. یعنی اول که موضوع رو آسون بهم داد، بعد همون موضوع رو برام توضیح داد و فهمیدمش، درکش حتی کردم، نه اینکه صرفا یه متنی باشه و همون رو فرداش رفتم ارائه دادم. یعنی خیلی راحت کرد کارم. و حتما به بچه‌ها میگم که حالا این سرچ که هست حتما استفاده کنین، ای آی هم حتما استفاده کنین. و چیز نکته مهمی که گفتش مسعود اینه که دنبال اون در واقع مسیره برین، دنبال اون راه حل برین، یعنی صبر نکنین تا یکی بیاد همه راه حل رو بهتون بگه. حتی اصلا شاید جالب باشه برای توی تیکت های ژاکت یا حتی حالا همین دایرکت هم یه جاهای دیگه سوالی بپرسن، 50% من میدونم راه حلش رو، 50% سوالا رو، 50% دیگه رو منم سرچ میکنم میگم بهش. یعنی واقعا همینه، یک واقعیتیه. و منم واقعا همه چیز رو که نمیدونم یا اصلا یادم نمیمونه، منم سرچ میکنم میگم مثلا میگم افسانه فلان برای فلان کار چه افسانه‌ای هست، من شاید مثلا اصلا استفاده نکرده باشم همچین افسانه‌ای، سرچ میکنم پیدا میکنم میگم خب این افسانه هست، همچین چیزیه. یعنی واقعا منم همین سرچه کارو هست. میکنم. این اصلا یعنی واقعیتیه، اینجوری نیست. همه آره همین کارو میکنن. من فکر میکنم همه همین کارو میکنیم و یه ذره بچه‌ها خستن دیگه. یعنی همون تایپی که برای ما تو دایرکت میکنن و اگه تو گوگل بزنن خیلی سریعتر به جواب آره اگه میرسن. به چت جی پی تی ولی بدن خب از گوگل هم تمیزتر میده بهش، منم تمیزتر میگه آره بهش. آره 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 دقیقاً هم تمیزتر بهشون میگم. آره خلاصه این از این بحث و خیلی تجربه جذابی بود و مسیرت خیلی جالب بوده تو واقعا.
اینکه جمله‌ای که بهت گفتم به نظر من خیلی میتونه همین مسیر رو واقعا برات بسازه و ساختم. میخوام برسم به یک جای دیگه از این مسیره. حالا خود این مسیر یادگیری که گفتی اکثرا حالا خودآموز بوده، همش گفتی خودآموز بوده و رفتی جلو و یاد گرفتی. میخوام بدونم که اولین پروژت کجا در واقع تونستی بگیری؟ کجا بود که دیگه مثلا تونستی یک سایتی رو کامل 0 تا 100 بسازی، یه مبلغی بهشون بگی و بگیری و اگه میشه اون مبلغش هم به اون بگو چقدر بوده، چون آره خیلی آره غریبه. حتما آره. حتما بهت میگم مبلغش یه ذره خنده داره، ولی 400,000 تومان بود مبلغ اولین پروژه. اون زمان کم نبود 400,000 تومان، ولی و خب نمیدونم، ولی 92. من الان بهش فکر میکنم خندم میگیره. نه یه چیزی رو بگم مت اینجا، من از سال 92 تا سال 94 پروژه داشتم این لالوا، ولی پروژه مثلا حرفه‌ای نبود که یه کارفرما داشته باشم و خودم بشم پیمانکار و یه کار حرفه‌ای جمع جور بکنم. اون 2 سالی که اونجا بود خب خیلی اون موقع دنبال مثلا اینکه یه سایت داشته باشن که جذابیت بصری داشته باشه، یو آیش کار شده باشه، یو ایکسش کار شده باشه نبود. یعنی صرفا یه سایتی میخواستن که این منوها رو داشته باشه، تهش مثلا این بود که مثلا لوگو روش باشه، منو داشته باشه، رنگش مثلا میگفتن قرمز باشه. این بود تو اون 2 سال. ولی اولین پروژه درست و حرفه‌ای که من گرفتم سال 94 بود. یکی از شاگردای آقای بهرامپور تو دوره استادی که برگزار میکردن یه سری افراد میومدن توی سمینار شرکت میکردن. من با یه نفرشون تو وبسایت پونیشا آشنا شدم و اولین پروژه رسمیم رو تو سایت پونیشا گرفتم. اونجا رزومه‌مو زدم، اون سایتایی که قبلا کار کرده بودم اون چند تا رو مثلا همینجوری با 100,000 تومان مثلا 200,000 تومان کار کردم، ولی خودم از نظر خودم اولین پروژه رسمیم اون پروژه است. اون آدم به عنوان یه مدرس اومد براش سایت رو طراحی کردم، مبلغش هم 400,000 تومان بود، روی وبسایت پونیشا هم بود. بعد اون شد شروع کار من. یعنی اون آدم تمام اون همکلاسی هایی که باهاش توی اون دوره استادی شرکت کرده بودن رو به من معرفی کرد که من براشون سایت بزنم و سایت های آموزشی بود شروع کار. حالا فکر میکنم مثلا سال اول سال 94 نزدیک 40 تا پروژه همینجوری به واسطه هم اومد. یعنی اون آدما دوباره میرفتن آدمای مختلف رو می آوردن، یکی میگفت آقا من یه سایت فروشگاهی هم میخوام، نمیدونم. خیلی باحال شده بود، خیلی خفن شده بود. نزدیک 30-40 تا پروژه همون سال 94 که به واسطه همون یه آدم من تونستم انجام بدم. ولی اولین پروژه همون بود، یه سایت آموزشی بود اتفاقا که یه سری کتاب و دوره آموزشی و اینا داشت. خیلی محدودیت داشت سایت و مبلغش هم که گفتم 400,000 تومان بود. تو 2 تا قسط 200,000 تومانی تونستم تو رو پونیشا بگیرم که البته 40% هم کارمزد، ببخشید 10% که میشه 40,000 تومان کارمزد دادم رو پونیشا. یعنی 360,000 تومان در واقع برداشت آره پول. 360,000 خیلی جالبه دقیقاً. این کانکشن واقعا جذابه. اتفاقا حالا استاد بهرامپور، پیام بهرامپور دیگه که الان بیشتر از یکو آره دارن، منم همین چند وقت پیش پارسال بود که همایششون رفتم. خیلی پتانسیل داره. حالا من تا حالا یادم نبوده که بگم توی وبینارهای قبلی، گفتگوهای قبلی، خیلی آره همایشایشون پتانسیل داره، مخصوصا برای طراحی‌های چیزی که من دیدم، برای کسایی که پیج میزنن خیلی و مدیریت پیج دارن، تولید محتوا میکنن، نمیدونم سایت میزنن. واقعا این همایشا پتانسیل داره. من پیشنهاد میکنم که شرکت کنین. البته نه فقط شرکت کنین، برین و حالا اون کانکشن رو بزنین. من که رفته بودم خیلی برام عجیب بود. فکر میکنم اسم همایششون هم ورژن 3 بود، فکر کنم آخرین همایشی که داشتن. البته من آخری رفتم نمیدونم که رفتم. من توی اون همایش اولی که 4 تا از کارفرماهای قبلی مو دیدم. این که خیلی برام جالب بود که اصلا قبلا باشون کار کرده بودم. و تو همون همایش من داشتم صحبت میکردم با 2 نفر، هر 2 نفر هم من پروژه خواستن، هر 2 نفر. و خیلی جالب بود که اصلا چقدر پتانسیل داره، چون اکثرا صاحب کسب و کارن، اکثرا اونجا خیلی کم طراح سایت هست و معمولا هم چون حالا کسایی هستن که بخوایم منطقی بهش نگاه کنیم اومده که یاد بگیره که رشد بده کسب و کارش رو و هزینه هم حتی میکنن. یعنی یه خورده فیلتر شدن. خیلی به نظرم منطقیه آره و پیشنهاد میکنم این کارو. خیلی هم ممنون ازت. این نکته کلیدی بود که دمت هم گرم چیزی که گفتی. خواهش می‌کنم. توی حالا این مسیر حالا اولین رو که داشتیم و خیلی هم جالب بود، بریم جلوتر از همون
تقریبا سال 94 تا الان قطعا یه سری پروژه ها باید خوب بوده، بدون چالش بوده، بدون مشکل بوده، ولی یه سری از در واقع پروژه ها بوده که به چالش برخوردی که مثلا حالا کارفرمای در واقع گیری داشته باشه یا حالا یه مسائل دیگه به وجود بیاد. ما میخوایم بیشتر روی اونا فوکوس کنیم. اگر که تجربه خاصی هست که فکر می‌کنی بچه‌ها بدونن و اگر حالا یه تغییری بدن دیگه اون اشتباه براشون پیش نمیاد، اونم بهمون بگو، خیلی جذاب میشه. آره حتما. خب یکی از چالشی ترین پروژه‌ای که من داشتم، من پروژه‌هامو بعد حالا این وبیناری که با هم داریم توی اینستاگرام میذارم بچه‌ها ببینن. حتما. من تمام پروژه‌هام سال به سال فولدر به فولدر مشخص. پروژه‌هایی که نصفن، پروژه‌هایی که تکمیل شدن، پروژه‌هایی که تموم شده، ساپورت‌ها جداست، سئوها جداست، همه چیز تفکیک شده مشخص. یه پروژه‌ای سال 99، یعنی 5 سال بعد از اینکه من اولین پروژه‌ام رو گرفتم و 5 سال پیش، سال 99 یه پروژه‌ای بهم خورد و این پروژه از قضا روی همون پلتفرم پونیشا بود. من خیلی دیگه کارام کمتر شده بود روی پونیشا، هی داشت دایره مشتریام بیشتر میشد، کمتر سعی می‌کردم از پونیشا پروژه بگیرم به خاطر بعضی مسائل که حالا اگر فرصت شد شاید راجعش صحبت کنم. یه پروژه‌ای بهم خورد با یه داکیومنت مشخصی و یه پروپوزال مشخصی و رفتیم تو دل پروژه. یه چیزی بهت میگم شاید الان بقیه هم خندشون بگیره، هنوز این پروژه تکمیل نشده. الان سال 1404 و دوست شدم با اون آدم و گهگداری به من یه پیام میده، از من سوال میپرسه، میگه چه خبر؟ میگم قربونت مرسی، شما چه خبر؟ سایتو چیکار کردی؟ میگه هیچی، مشغولم. بعد از تجربه‌ای که من از پروژه چطور آره هنوز پروژهش تکمیل نیست. عجیبه واقعا، شهر عجیبیه ولی شده. خیلی عجیب. آره بعد از 5 سال هنوز پروژهش تکمیل نشده و یه چیزی که میخوام بگم از دل این پروژه به بچه‌ها، یکی از اصلی ترین چیزهایی که باعث میشه پروژه به چالش و مشکل بخوره اینجا مشخص نبودن و واضح نبودن درخواست کارفرماست. این یکی از بدترین معضلاتیه که متاسفانه اکثر طراحای سایت، اکثر رفقای ما که دارن کار میکنن بهش برمیخورن و این از هیچ مثلا پیشینه قبلی نمیاد. یعنی فکر نکنیم که مثلا آقا از قصد یه چیزی رو واضح نمیگن، نه، این از ندونستن یه سری جزئیات تو دل کار میاد. این جزئیات چیه؟ جزئیات اینه که شما یه قراردادی رو میخوای با یه نفر ببندی، حالا در هر قالبی، ازش یه سری اطلاعات میگیری. مثلا شما میخوای به من بگی آقا این وبسایت رو برای من طراحی کن، این جزئیات رو داشته باشه. متاسفانه چون تجربه کمی داشتم اون تایم توی مشخص کردن مفاد اون پروژه و اون قرارداد، نتونستم دقیق مشخص کنم که شما چه انتظاراتی از این پروژه داری و همین باعث شد که کارفرمای من که متاسفانه کمالگرایی بسیار شدیدی توی پروژه انجام دادن و تو انجام دادن کار داشت، الان بعد از گذشت 5 سال از شروع اون پروژه هنوز نتونسته تکمیلش کنه و فکر کنم 10 مدل سایت عوض کرده و که من سر مدل دوم دیگه ازشون خداحافظی کردم و سپردمشون به امون خدا. گفتم که هر کاری بود به من پیام بدین، ولی رو پروژه نمیتونم کار کنم واقعا، چون خودت میدونی که این طول کشیدن تایم پروژه چقدر چیز رنج آور و درآوریه برای پیمانکار. خیلی چیز عجیب غریبیه و یکی از نکاتی که این یعنی در واقع کلیدی ترین نکته که میخوام بگم توی این مبحث مشخص بودن و صریح و واضح بودن تمام اون مفاد قراردادیه که تمام اون جزئیات وبسایتیه که شما میخواید برای کارفرماتون طراحی بکنید. این اگر مشخص نباشه اصلا اتفاقات خوبی بعدش نمیفته. آره اتفاقا چیزی که میگی خیلی جالبه. حالا بیشتر همون سمت کمالگرایی رو میگم. چند وقت پیش، همین در واقع توی 1 ماه گذشته، ما یه پروژه برامون اومد که حالا غالبا هست، فرستادم سمت یو آی کارمون. بعد یو آی کار که داشت انجام میداد، من میدونم که این کارفرما خیلی حساس و کمالگراست، یعنی آشنا هم بهش، قبلا باش کار کردم و یو آی کار شروع کرد به انجام دادن، تمومش کرد. تموم که کرد تایم ادیت رسید. بعد کارفرما یه 5 تا ادیت بهش داد. بعد این 5 تا رو این یه هفته طول داد تا انجام بده. تا بیاد این 5 تا بعدی رو انجام بده، توی این واسطه، یعنی توی این وسط، توی این بازه اومد 5 تا دیگه اضافه کرد ادیت.
بعد دوباره این گفت هفته بعد انجام میدم. دوباره این وسط 5 تا دیگه اضافه شد. چون آدم کمالگرا جوری که هی بیشتر فکر میکنه، هی ایراد بیشتر در میاره. تا تو درستش نکنی اون هی ادامه میده. سر ادیت 20 بهش گفتم ببین خودت داری میبینی این داره زیاد میشه ادیتاش و منم میشناسم این آدمو، این تمومی نداره تا ابد میره. چیکار میکنی؟ بیا تو نمیدونم الان داری چیکار میکنی، داری یه پروژه دیگه ای میزنی سر شلوغه یا نمیدونم سر کاری، نمیدونم داری چیکار میکنی، ولی همین امشب این 20 تا رو بزن، خودت راحت کن دیگه، نشه 25 تا، همین امشب تمامش کن. یکی از راه حلایی که من خودم پیدا کردم همینه که سریعتر تحویلش بدیم. حالا میگم هر کار دیگه ای هست به نظر من میارزه که بندازیمش عقب، اینو انجام بدیم تمام بشه، خداحافظی کنیم بریم سر پروژه بعدی. این یه نکته‌ای که من خودم این هفته بهش برخوردم. حالا احتمال داره که برای بچه‌هام جواب بده، حالا نمیدونم، برای من جواب داد. انجام شد. راه حل جذابیه. به نظر من یکی دیگه از راه حلاش اینه که شما هم اول مشخص کنین یه لیست داشته باشین که نمیشه تو کار ما. آره خیلی سخته. ببین کاستومش باید کرد. ببین مثلا من خودم این معتقدم بهش که باید داشت، نمیشه هیچ لیستی از کارها نداشت. خیلی‌ها ندارن و اصلا نمیگم الان همه دارن، خیلی‌ها ندارن. منم تا شاید همین پارسال پیرسال نداشتم ولی الان دارم. الان یه لیست دقیق دارم از کارهایی که انجام میدیم، حالت تمپلیت تور درآوردم توی این نرم افزارهایی که تو دو لیست و اینا هن. پروژه جدید که میاد یه کپی میگیرم میندازم اونجا، فقط اونجایی که لازمه رو عوض میکنم. اگر خودم هم نخوام انجام بدم به بچهای تیم که میخوان انجام بدم میگم آقا این مرحله باید طی کنی، خودم هم نظارت میکنم. یعنی خیلی راحت تر شده کارم. میشه یه هفته وقت بذارین رو در بیاری. من خودم یه هفته بیشتر وقت نداشتم ولی خب کاستوم کردنش واقعا مهمه که به اون پروژه هم بخوره. اینو من نظرم اوکیه. بسیارم عالی. توی این بخش حالا اگر نکته دیگه هست من فکر کنم میون کلامت اومدم. نه خواهش می‌کنم. یه سوال پایانی توی این بخش اول میخوام بپرسم، توی حالا همون شروع و اینا هست. این اسم استاد نو از کجا اومد؟ چون برای خود من سواله و اصلا کی شد که اصلا رفتی سمت این که برندت اسمش استاد نو باشه؟ من سال 97 فکر میکنم این اسم به ذهنم رسید. یعنی پیجم همون سال 97 ساختم و من ببین منظورم از استاد نو اگه دقت کنی به مدل ویدیوهایی که من میذارم توی پیج، حالا قدیمی‌ها نه جدیدا، یا مدل آموزشی که دارم یا اصلا مدل اون ابزارهایی که میذارم در اختیار بچه‌ها، تقریبا میتونم بگم که حالا تقریبا شاید کمتر باشه ازش توی وب. یعنی اکثرا سعی میکنن یه سری آموزش‌های خاص‌تره. آره یه سری آموزش‌های جنرال تر بدن. من سعی میکنم یه ذره چیزایی بذارم که میدونم تو دل پروژه به دردشون میخوره. اسم استاد نو منظورم از اون نوعه چیز جدید و تازه بود. بعد خیلی این مدت گفتن که آقا چرا گذاشتی استاد؟ نه میگفتن بابا چرا نصفشو فارسی می‌خونی نصفشو انگلیسی؟ اینم کلش فارسیه دیگه کلمه. من از اونجا اومد استاد نو. یعنی دلم می‌خواست که یه مدل استادی، یه مدل یاد دادن جدید باشه، به خاطر همین اسمشو گذاشتم استاد نو. اینجا جالبه. من حالا جالب اینه که تا یه مدت فکر می‌کردم یه قالبی هست به اسم استاد نو که توی راستچینه، فکر کنم اون برای توه. حالا موقع نمی‌دونستم ما صحبت نمی‌کردیم، فکر می‌کردم اون قالب برای توه چون دقیقاً اسمش دقیقاً استاد نوه. و من آموزشی هم هست. من استاد یا رو شنیده بودم ولی ندیده بودم اینو تا حالا. استاد نو قالبی که توی راستچینه دقیقاً 1 سال بعد از قالب من منتشر شده و اینو من نمیگم ولی خیلی‌ها میگن که استاد شو، ببخشید استاد شو. من اشتباه گفتم استاد شو. من خودم خیلی ریز بررسیش نکردم چون اصلا کلا سمت رقیبام اگه بخوام چک کنم تو همین جا که چک می‌کنم، خیلی توی راستچین دور نمی‌زنم چون زیادم از قالبش. بچه‌ها به من گفتن که این قالب خیلی شبیه قالب توئه. من اینو تایید یا رد نمی‌کنم ولی میگن خیلی شبیه قالب توئه و دقیقاً هم 1 سال بعد از قالب منتشر شده. حالا دیگه خب ما تجربیات تو این داستان متین جان، تجربه قبلی سر قالب استادیار یه چیزایی رو به ما میگه ولی دیگه حالا ولش کن به قول شما. حالا ان شاءالله که من نظر خاصی نمیدم، نه تایید میکنم نه رد میکنم. حالا دیگه ان شاءالله من نظری ترجیح میدم ندم. آره خب مرسی ازت. این بخش اول ما که حالا هم مسیر مسعود بود هم که حالا نکاتی که میتونست چالشایی که داشته باشه توی این مسیر یادگیری رو فکر میکنم سعی کردم حالا بهش بپردازم. حالا اگر چیز دیگه هم بود که بهمون بگو. بچه‌ها اگر سوالی تو این بخش داریم بهم بگین.
بخش اول بیشتر برای اینه که بچه‌ای که تازه کارن استفاده کنن، چون هم شروع کارشون هم احتمال داره که خیلی به مشکل بخورن توی مسیر. این تجربیات به دردشون میخوره. توی ادامه می‌خوایم در رابطه با خود طراحی سایت و حالا چیزهای دیگه‌ای که از برندینگ و نمیدونم پروژه گرفتن اینا صحبت کنیم که حالا بهش میرسیم. بچه اگر سوالی دارین الان بپرسین. خب بزن یه سوالم بالا بود اونم من دیدم جواب بدم. خانم سارا جی اس ای، نمیدونم درست می‌خونم یا نه، خیلی ریزه. الان هوش مصنوعی اومده طراحی سایت انجام میده، بازار طراحان چی میشه؟ این سوالیه که من فکر میکنم از وقتی شروع کردم میپرسن. حالا الان میگن هوش مصنوعی، اون موقع میگفتن نمیدونم، حالا یه چیز دیگه، مثلا سایت سازا هستن، طراحی سایت چی میخواد بشه. یه حرفیو نمیدونم مسعود تو هم دیدی یا نه، چند وقتی که جادی زده آفرین، یه مصاحبه جادی اومده که میگه تو الان نگرانی که هوش مصنوعی جای تو رو بگیره، الان داری چی کار میکنی؟ اون کاری که الان داری میکنی چیه؟ خیلی به نظر من حرفش حق بود. من می‌خواستم استوری کنم یادم رفت گمش کردم، پیداش کنم دوباره استوری میکنم. اصلا همچین چیزی واقعا به نظر من معنی نمیده که چون فلان چیز اومده میخواد بازار ما رو بگیره ما شروع نکنیم. تو اصلا شروع کن، اگه چیزی شروع نکنی که دیگه نگران چی هست؟ فوقش اینه که نهایت برمیگردی به الانت دیگه از این که کمتر نمیشه. میگفتی من متین جان در تکمیل فرمایشات یه چیزی بگم. این سوالشون خیلی ها میپرسن، کلا همش چیزای عجیب غریب میبینن، خیلی پیگیرن که ببینن این کی به مشکل میخوره و کی تموم میشه بازار طراحی و نمیدونم تولید محتوا و اینا. اون کارفرماهایی که تو این حوزه هستن اگر زمان این رو داشتن که برن سایت لانچ کنن، اگر زمان این رو داشتن برن کدنویسی یاد بگیرن، اگر زمان این رو داشتن که حتی روی سایتی ثبت نام کنن، یعنی این خیلی مهمه ها، خیلی هاشون حوصله ثبت نام کردن هم ندارن. اگر این مشکل حل شد اون موقع میتونیم بگیم که بازار طراحا شاید یه ذره شاید تازه اگر نه هنوزم که هنوزه خیلی چیزا هست. مثلا شما مکانیکی هم 90% کاراشو شاید خیلی از دستگاه انجام بدن، ولی هنوزم که هنوزه مکانیکا مثلا چون تعویض روغنی چیز خاصی نیست، شما خودت هم میتونی انجام بدی، ولی میری تعویض روغنی انجام بدی. روغن میتونی بخری بریزی از اونجا پیچشو باز کنی تموم شه، یعنی واقعا چیز سختی نیست. همه اینا رو میشه انجام داد. اصلا تا وقتی که همچین آدمایی هستن، همیشه هستن که نمیخوان وارد حوزه‌ای بشن، آقا اصلا یه سری بلد نیستن، یه سری اصلا حوصله‌شو ندارن، وقتشو ندارن، میگه من پولشو میدم یه نفر انجام بده، نمیخوام اصلا. آره خیلی هستن. من برادرم همیشه میگفتش که یه چیزی تو خونه خراب میشد، میگفتش که خب باید یاد بگیری درستش کنی. ولی من میگم خب اوکی، من اون تایم من یادگیریمو میذارم سر یه کاری که دوست دارم، اونو یاد میگیرم. وقتی هست یه نفر تخصص داره میتونم بیام اونجا روش حساب کنم، چرا من باید این کارو بکنم؟ تجربه‌اش هم داره، شاید اصلا بهتر انجام تصورشون. آره قطعا بهتر انجام میده، تجربه اون خیلی بیشتر از منه تو اون حوزه. به خاطر همین این مسئله اصلا کلا از اساس به نظرم حالا اتفاق نمیفته واسه. دقیقاً من نظرم مثبته، ولی من خب یه راه جایگزین انتخاب کردم. همزمان دارم هوش مصنوعی هم میخونم تو دانشگاه که اگه یه وقت اتفاق افتاد سریع سویچ کنم. آره این چیزا شوخی میکنم ولی آره. خب میگم داریم اینو بعدا بهش میپردازیم. و تجربه تیم سازی گفتن دارین یا نه؟ اینم میتونیم جلوتر بپردازیم، ولی کوتاه بهمون بگو اگر که هست. بگم علامت اینجا آره. صحبت بکنم. آره تجربه تیم سازی دارم و بسیار کار مشکلیه توی کشور ما، ولی تجربه حرفه‌ایم رو گذاشتم زمانی که الان توی استپی از کارم هستم که واقعا پیشرفت کرده کارم و یه تیم جمع و جور کوچیکی دارم، ولی اصلا حرفه‌ای نیست که من به عنوان یه آدم بیام اینجا بشینم و راجع به تیم سازی صحبت بکنم. ولی مطمئنا بعد از اینکه این تیم به یه ثمره و نتیجه رسید میخوام حرفه‌ای برم دنبالش و این کار انجام بدم. تجربه تیم سازی تو حد خودم دارم و کار بسیار سختیه و به این راحتی ها که شما فکر میکنید، شاید خیلی بچه‌ها فکر میکنن الان تیم میسازیم و فلان میکنیم و اینا نیست. خیلی کار سخته. دقیقاً همینطوریه. من خودم فکر کنم 1 بار 2 بار 3 بار تیمم رو کامل عوض کردم، یعنی همه رفتن دوباره اومدن. همین تیم شکرینو رو از اولین بخشش که قبل از انتشار قالب شکرینو بود، کلا خیلی قبل ترش که اون موقع حالا خیلی هم تیم تور نبود، به قول تو مثلا همین چیز کوچیکی که چند نفر با هم کار میکردیم که البته من مدیرشون بودم، ولی خب با هم دیگه کار میکردیم که اون کلا کنسل شد. بعد از قالب شکرینو که هم قالب‌ها رو توسعه میدادیم و هم چیزای دیگه، هم پروژه ها، که اونم باز
فکر کنم همین یک سال و نیم پیش کلا کنسل شد. بعد دوباره یه تیم دیگه اضافه شد و اونم تقریبا تا قبل از عید بود. الان یه تیم جدید دارم، الان یکی دو نفر دیگه کلا اضافه شدن و جدیده و بریم جلو دیگه. یه شرکتی هم هستم که اونجا من تیم لیدم و اونجا خیلی بیشتر تجربه تیم سازی رو دارم تجربه میکنم و نکات خیلی زیادی داره. اگر فرصت کنم و جلو برم اونا رو اصلا میام یه وبینار میذارم در رابطه باش. به نظرم خیلی مفیده توی شرکت مثلا. این که به صورت دقیقاً که به صورت تجربی خود تیم لیدی خیلی باحال. من خیلی دوست دارم که تجربهش بکنم توی کار. خیلی چیزا باحاله. دوست دارم که تیم لیدم. خب میدونی کجاش جذابه؟ این که خودت همه چیزو انجام نمیدی. میتونی مثلا بگی فلان چیز انجام بشه و تو نتیجهشو ببینی، یا اینکه نظر بدی انجام بده. خیلی خوبه که تو اون مایندست رو داری ولی خودت انجام نمیدی. اون وقتی که باید براش بذاری صرف فکر کردنه که چی میخوای انجام بدی میکنی و خیلی این جذابه. خیلی میتونی راندمان تو ببری بالا. دیگه چرا وردپرس تا حالا شده پروژه بگیرین که حس کنین وردپرس نیست؟ من خودم اول کوتاه بگم بله، هفته پیش یه پروژه اومد که به من گفتش ما نزدیک فکر کنم 500,000 تا محصول داریم و همه اینا سفارشای ثبت میشه. گفتم خب دیتابیس شما عملا نابود خواهد شد، اصلا سمت وردپرس نیا، برو لاراول نمیدونم جنگو و خیلی چیزای دیگه. تو هم تجربهاتو بگو مسعود جان اگه داری. آره بچه‌ها، من 100% پروژه‌ای هستن که اصلا بهتره سمت وردپرس نیان، ولی نه تو اسکیل کوچیک. یعنی هر پروژه اومد سمتتون بگین آقا این به درد وردپرس نمیخوره، نه. تو پروژه‌ای تو اسکیل‌های بزرگتر واقعا مناسب وردپرس مناسبشون نیست. یعنی به وردپرس به درد اون کارا نمیخوره. شما تو بازار وردپرس تمرکز بکنید. یعنی شما تمرکزتون رو بذارید رو کارفرمای وردپرسی. به هر پروژه این لزومی نداره آدم بله بگه و بگه آقا من انجام میدم پروژه رو. اصلا چیز نیستش، کار منطقی نیستش. دقیقاً منم باهات موافقم. بچه‌ها پرسیدن که بچه‌ها فقط سوالا رو من دیگه سریع رد می‌کنم چون خیلی هم نمی‌خوام تایم بذاریم. حالا اگر آزمون میریم تایم بعدی سوالاتون رو سیو کنید، تایم در واقع سوال بعدی از همون بپرسین. یه تایم هم که آخر داریم. گفتن که بازار کار وردپرس در آمریکا چطوره؟ ببین من تجربه‌ای ندارم، نمیگم. حالا اگر مثلا تجربه داری به اون بگو از بازار وردپرس. منم تجربه‌ای ندارم. اینو قبلا گفتم. دو تا مشتری داشتم ولی آره تجربه بازار کارش رو ندارم، نمیدونم. منم تجربه خارجی داشتم ولی واقعا ببین بچه‌هایی که شروع میخوان کنن یوهو مثلا یه همچین چیزی میاد که اصلا ایرانو ولشون بریم خارج. اگه شما با کارفرمای همزبون خودت تو جایی که خودت فرضاً 20 سال 30 سال زندگی کردی نمیتونی پروژه بگیری، مطمئن باش نمیتونی پروژه خارجی بگیری. اول شروع کن، حالا حداقل یه سال دو سال کار کن، بعد حالا به فکر خارجی هم باش. اتفاقا آخر هفته که نه، آخر هفته بعد در واقع جمعه هفته آینده من یه وبینار سمیناری دعوتم که در رابطه با همین پروژه های بین‌المللی میخواد صحبت کنه و خیلی جذابه. سئوه ولی کسی که ارائه میده سعید احمدی میدونم که توی این حوزه واقعا حرفه‌ای داره عمل میکنه. حالا اگر نمیدونم الان هنوز ثبت نام دارن تموم شده یا نه، ولی تو ایوند برین سرچ کنین اسمش هم میکنم سئو برای بین‌الملل همچین چیزیه، سرچ کنین براتون میاد، حتما ثبت نام کنین. من خودم 50-50 برم ولی خیلی دوست دارم که برم چون اون روز یه کاری دارم. کلا پیج سعیدم داشته باشین، خیلی نکته میگم. دیگه توی کار تیم پیش میاد که از یو آی یو ایکس بخوایم پیاده سازی با المنتور بکنه. خیلی سوال عجیبی بود. یو آی یو ایکس که استفاده میکنیم، تو هم جدا فکر کنم استفاده میکنید دیگه مثلا. آره. نه من نمیزنم، مثلا یو آی یو ایکس نمیزنم. من خودم خیلی اصلا وارد نیستم برون سپاهی. آره. یه جایی گفتن تفهیم کردن خیلی از جزئیات فنی و حتی غیر فنی مفاد قرارداد برای بسیاری از مشتریای بازاری عمومی خیلی چالش برانگیزه. آره کلا مشتریای بازاری سختن، خیلی سختن. چون من میشناسم، زیادم میشناسم، نزدیک هم میشناسم، ولی سختن. من پیشنهاد نمیکنم مگر اینکه خودتون یه تجربه تو بازار داشته باشین و با این آدما رفت آمد داشته باشین، اون زبون بازاری رو بدونین. خیلی خاصه که دقیقاً بدونین اون مایندستش چیه که بتونین با توجه به اون توضیح بدی. اگر ندونی خیلی سخته، به نظر من سمتش خیلی نرو. خب سوال فکر کنم دیگه نمیمونه، بریم بخش بعدی دیگه. تایم هم از دست ندیم، 40 دقیقه هست. میگن یه سوال دیگه هم پرسیدن، اینم بگیم که پروژه‌ای که میخوان از صفر شروع کنن و قراره که در حدی بزرگ بشن، وردپرس پیشنهاد بدیم در آینده بک‌اند رو تغییر بدن. اینو بگو اول خودت، مسعود جان منم میگم تشکر. اوکی، مشکلی نداره.
به نظر من هیچ اشکالی نداره که این کار انجام بدن. اگر پروژه‌ای توی بازه زمانیشو در نظر بگیرید، مثلا نه اینکه یه ماه روش کار کنید بعد بگید ماه بعد قرار این پروژه بزرگ شه، نه، بازه زمانی که ببین خب پروژه کسی که میاد منطقی یه کاری رو انجام بده و یه آینده ای و یه داکیومنت خیلی بزرگی براش داره، نمیاد یه ریسک مالی خیلی بزرگ بکنه، مثلا 1 میلیارد هزینه یه پروژه ای رو بکنه و بگه آقا اینو من بکندشو بزنم فرانتشو بزنم یه چیز خیلی خفن بیاد بالا، آیا جواب بده آیا جواب نده. میاد مثلا یه بودجه 50 60 میلیون تومانی براش در نظر میگیره، میاد رو وردپرس پیادهش میکنه، روش کار میکنه، توسعهش میده. وردپرس هم که میدونید خیلی جهات خیلی پلتفرم خوبیه به نظر من برای اینکه شروع بکنی شما بیزنس رو. شروعش میکنه بعد در نهایت اگر جواب داد و دید که اون قابلیت توسعه رو داره، میاد ارتقاش میده به یه پروژه بزرگتر. و این به نظر دقیقا من درسته، کار موافقم باهات. منطقیه. ولی یه نکته این رو بگم، این که از این سوالا از کجا میدونین که قراره در اون حد بزرگ بشه؟ من اصلا تقریبا میشه گفت که کارفرمایی که اینا رو میگن 90% احتمال میدم که اصلا نمیشه اون بزرگه. خب چون یه مایندتی دارن، اولا که خیلی‌ها بودجهشو ندارن، خیلی‌ها وسط رو اصلا پشیمون میشن که همچین چیزی رو میخوان بسازن. یعنی همون وردپرس به عنوان یه پروتوتایپ براشون میمونه و تموم میشه. این که از این. نکته بعدی، اگر بخوایم بریم سمت چیزای دیگه، وردپرس ما هیچ مشکلی نداریم، کامل میتونیم بکندشو، اون دیتابیس رو بکند کنیم، دیتابیسشو در بیاریم، بریم روی مثلا چه میدونم لاراول که خیلی راحت تره چون پی اچ پی هم هست، منتقل کنیم روی اون، کلا روی اون کار کنه. و آره اصلا نیازی هم نیست، به قول مسعود که خیلی نیازی هم نیست زود این کار انجام بدیم. خود همین سایت ژاکت اگر اشتباه نکنم تو 4 5 سال پیش روی وردپرس بود، اگر اشتباه آره نکنم کامل وردپرس بود. حالا 4 5 سال پیش هم یوزر زیاد داشته ها، اصلا اینجوری نبوده که کم بوده. 4 5 سال پیش هم بالا بوده، بعد یه حال تصمیم گرفتن که برن روی پلتفرم اختصاصیشون. البته فکر کنم هنوز راستچین هم روی وردپرس باشه، حس میکنم، نمیدونم مطمئن آره نیستم. وردپرس خب الان فکر میکنم وردپرس. تقریبا تو یه اسکیل دارن کار میکنن اون رو وردپرس، این روی اختصاصی، یعنی واقعا هیچ محدودیت خاصی براشون نبوده. البته که وردپرس داریم تا وردپرسی که ترکیده باشه یا وردپرسی که بهینه طراحی شده باشه، حالا کد زده باشن روشو، از اینجور آره چیزا. بسیار عالی. بریم سراغ بخش بعدی که خود طراحی سایت و حالا تجربیاتی که از مشتریامون میتونیم داشته باشیم. به عنوان اولین سوالی که میخوام توی این بخش داشته باشم اینه که مسعود الان تقریبا میشه گفت که 10-12 سال توی این حوزه کار کرده، درسته؟ 10 سال تقریبا، نه تقریبا 11 10 سال، سال 12 سال همچین چیزی توی این حوزه کار کرده و تقریبا از قدیمیاست. میشه گفت که نظرت تو این که یک وبسایت وردپرس حرفه‌ای چیه میتونیم در نظر بگیریم که واقعا مهمه. الان بخوای به ما بگی که به بچه‌ها در واقع بگی که یه وبسایت حرفه‌ای چه تعریفی داره، یعنی چه وبسایتی رو تو ببینی میگه این سایت حرفه‌ای طراحی شده، اینو بهمون بگو، چه معیارایی تو ذهنته؟ فاکتورایی که اینجا من به عنوان یه طراح سایت در نظر دارم برای یک وبسایت حرفه‌ای، تمامش از دل تجربه کاربری اون وبسایت و رابط کاربری اون وبسایت میاد. یعنی هیچ چیزی جدای از این موارد نیست. چیزایی که من مد نظرمه ساده بودن اون وبسایت و کاربردی بودن اون وبسایت، فارغ از هر گونه المان شلوغ و عجیب غریب و غیر کاربردی که متاسفانه 70-80% هنوز الان دارن همون کار رو انجام میدن، یعنی تکرارش میکنن، هنوزم چیزی عوض نشده توی خیلی از پروژه. ولی به نظر من یه وبسایت حرفه‌ای وبسایتیه که در عین سادگی جذاب باشه و کاربردی. اون کاربردی بودنه برای من تو پروژه ها خیلی مهمتر از اینه که یه وبسایت صرفا یه سری منوی اضافه داشته باشه، همه چیز تو چشم کاربر باشه، بهش نشون بدیم که آقا دکمه خرید اینجاست، نمیدونم فلان، این داستانا که خودت هم بهتر میدونی و بچه‌ها هم بهتر میدونن. از شلوغکاری خیلی بدم میاد و به نظرم سایت حرفه‌ای سایتیه که در درجه اول ساده و جذاب باشه، که اون جذابیت رو من برمیگرده به همون یو آی کار که ازم پرسیدی چند لحظه پیش، میسپرم دست کاردونش. یعنی من دخالتی توش نمیکنم مگر اینکه جایی مثلا نظری داشته باشم به عنوان بالاخره کسی که داره تو اون پروژه کار میکنه، هم به کارفرما بدم هم به اون شخص. و کاربردی بودن وبسایت، یعنی تمامش تو دل همین دو تا مبحث به نظر من خالص میشه. دقیقا درسته. من واقعا باهات موافقم. و اینکه یو ایکس واقعا چیز خوبی، حالا جدیدن اگر دیده باشی خیلی هم ترند شده که میان سایت های عجیب غریب میسازن و اینا.
من آره خودم آره. شخصا واقعا باش موافق نیستم، چون میدونم تا که حالا جواب پروژه نمیده. انجام دادی متین از اون بله مدل بله سایت هایی که بله 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 خب انجام دادم و نتیجه نگرفت، مطمئنا. این خیلی هم مثالش زدم، دوباره نمیذارم که بچه‌ها برن تو گفتگوهای قبلی ببینن، ولی خیلی مثالش زدم که این پروژه‌ای که من زدم فیل شد و برگشتن به حالت ساده. یعنی مجبور شدن که دوباره برگردن، کلی زمان و انرژی و همه چی هدر شد که دوباره تموم برگردن به شد. حالت اول. چون واقعا اون یو ایکس بد رو داشت، خیلی افتضاح بود، آره دیگه خوشگل بود داره ولی یو ایکس طبیعت. بد داشت. اینم از این. خب بله سنگین هم بود طبیعتا، خیلی سنگین. سنگین میشه اصلا ناخودآگاه سنگین میشه. دست ما نبود واقعا. یه پروژه دیگه جدیدن اتفاقا اومده بود، یه بار که اینو تعریف کرده بودم یه نفر اومد گفت اصلا اون بخشی که من گفتم این جواب نمیده رو گوش نکرد. اومد گفتش که همچین چیزی رو میتونی بسازی؟ گفتم قبلا ساختم. گفت اینا رو برام بساز. گفتم دست درد نکنه، فقط از من سال بگیر، اصلا نمیخوام، میرم از این محیط، بلاکت میکنم، من دیگه نمیخوام همچین چیزی رو بسازم. خیلی جالب بود و دیگه این کار تکرار نمیکنم. عرضم خدمتت که من یه سوال دیگه پیدا کنم. خب آها، این که ابزارهایی که الان استفاده میکنی بیشتر چیان؟ اگه بخوای مثلا بگم من 5 تا ابزار استفاده میکنم، ابزار منظورم هم افزونه است هم وبسایت، یعنی مثلا میگی تو وبسایت فلان این کار انجام میدم و در واقع استفاده میکنم تو کارم. این 5 تا رو بخوای بگی چیان که حالا بچه‌ها هم بدونن و اگر نیاز شد حتما استفاده کنن. آره بذار من یه ذره تعدادش شاید بیشتر شه، چون آره گفتی بگو هم اوکی، مشکل افزونه نداره. است هم ابزاره. یکی از ابزاره که خیلی ازش استفاده میکنیم، یعنی من که ترجیح میدم الان با پروژه های کار بکنم که یو آی آماده داشته باشم و من بدونم که جزئیات اون پروژه چیه. اول صحبت هم گفتم مفاد قرارداد راجع به اون پروژه‌ای که خیلی چالش برانگیز بوده. مفاد قرارداد و جزئیات قرارداد هر چقدر واضح‌تر و شفاف‌تر باشه شما راحت‌ترین. شما حتی اگر به عنوان نیروی حضوری هم جایی سر کار باشید و بخواید کار بکنید، و که میدونم خیلی از بچه‌ها که همین الان هستن، دارم میبینم اسما رو کار میکنن یه جایی و میدونم چه بلاهایی و کارفرما دارن سرشون میارن. و یکی از ابزارهایی که شدیداً ازش استفاده میکنم و خیلی جذابه فیگماست. فیگما خیلی کار رو راحت میکنه برای طراحی سایت. اگر اون یو آی کاری که داره کار رو میزنه بتونه طرح رو واقعا درست توش اجرا بکنه، کار کردن باش خیلی راحته. و پروژه هایی که اصلا کار رو اول میبرن، دیزاینش رو میزنن، طراحی میکنن رو فیگما و در اختیار شما میذارن، خیلی پروژه خوبی هست. یکی از ابزارهایی که خیلی کاربردی فیگماست. توی خود بحث طراحی بخوام بگم، یه سری وبسایت ها هستن مثل SVG پرو یا لاتی، اینا خیلی کمک میکنن به استفاده از اون آیکون ها و ابزارهایی که شما روی سایتتون میذارین برای طراحی، اگر یو آی از قبل ندارید، برای اینکه سامپل ببینید آیکوناتون رو استفاده بکنید. دیگه تو خود طراحی بخوام بهتون بگم، برای نمونه پیدا کردن شاید بچه‌ها بخوان یه دنبال پیدا کردن سامپل و نمونه باشن، ایده بخوام بگیرن ازشون، بازم کامیونیتی خود فیگما علاوه بر اینکه یه سری سامپل آماده داره توش و شما میتونید ازش الگو بگیرین، میتونین همونا رو به رایگان توی خود فیگما استفاده بکنین. یه مرجع دیگه که خیلی ازش استفاده میکنن پیجای دوستان یو آی یو ایکس کار در اینستاگرام. نه اینکه استفاده از طرحشون بکنم، میبینم خیلی ایده میگیرم. مهمترین جایی که باعث میشه شما یه کاری رو بدون هیچ ذهنیتی اجرا بکنید خود ذهن شماست. یعنی شاید هیچ ابزاری هیچ قطعیتی بهتون نده تو اجرای کار و بازم شک داشته باشید که من الان اینو اینجا اجرا بکنم بشه یا نشه. ولی اینستاگرام و پیجای دوستانی که یو آی یو ایکس کار میکنن و وای فریم رو کامل میذارن و حالا به هر حال یه پیشنمایشی ازش میذارن، خیلی میتونه کمک بکنه. پینترست و دریبل خیلی میتونه کمک بکنه به عنوان وبسایت، حالا یه ابزاری که ما ازش استفاده میکنیم. برای بحث فنی کار از چت جی پی تی الان خیلی استفاده میکنم، حتی نسخه رایگانش، چه توی بحث سئو چه توی بحث طراحی، حتی خیلی جاها تو طراحی هم ازش کمک میگیرم. شاید بچه‌ها این کارو نکنن ولی من ازش کمک یعنی میگیرم. اصلا در چجوری کل تو طراحی استفاده میکنی؟ ببین، من اسکرین شات بهش میدم، میگم خب نظرت راجع به این طرح بهم بده، راجع به آها، این این کاری که تحلیل کنه اجرا طرح شده. تو رو. آره، میگم به عنوان یه آدمی که طراح وبسایتی مثلا، یا به عنوان یه آدم با تجربه تو حوزه یو آی یو ایکس طراحی وبسایت، نظرت راجع به این طرح بهم بگو.
حالا چه انگلیسی باشه چه فارسی. یا یه جاهایی اگه مثلا کدی بخوام یا یه چیزی رو بخوام اجرا بکنم، برای سامپل میفرستم، کلا ازش ایده میگیرم. خیلی چیز جذابیه و خیلی جواب میده توی کار. به نظرم همه باید یه بار حداقل امتحان بکنن کار کردن باهاشو دقیقاً. و ازش نظر بگیرن. اون نظرش قطعی نیست، یعنی 100% نیست. این که میگه آقا اینجا بده اصلا دلیل نمیشه بد باشه، این که میگه خوبه هم دلیل نمیشه بد خوب معمولا باشه. نمیگه مستقیم بده، همیشه یه آره خورده نمیگه، تو لفافه صحبت میکنه. یه سری دلیل میاره برات، میگه که این به این دلیل به این دلیل بده، ولی تو در نهایت باید تصمیم خودتو بگیری. فقط به عنوان یه سری روشن شدن یه سری چراغا توی ذهنت خیلی میتونه کمکت بکنه. دیگه تو مباحث فنی من اینجا سر تو در نرم، از پیج اسپید و جی تی متریکس استفاده میکنم برای چک کردن مشکلات توی افزونه‌ها تکنیکال چی؟ تو وبسایت. افزونه‌ها رو نگفتی که آره الان معمولا افزون‌ها چیه رو هم خیلی؟ میگم. آره. من 3-4 تا افزونه از خیلی استفاده میکنم ازشون. اولین افزونه که استفاده میکنم پیش‌ورز رو همه وردپرس از اکیسمت، یعنی تو تمام سایت های من نصب. یعنی این خب ارزان. افزونه، آره اصلا رایگانه، چیز نیست. آره. این افزونه با یه دونه ای پی آی کی جلو خیلی از مشکلات و کامنت های اسپم و شلوغ شدن دیتابیس و همه مشکلاتی که مربوط به اینه رو میگیره و خیلی چیز باحالیه به نظرم. اصلا اون قدیم رفیق من بوده تا الان. ولی افزونه های حرفه‌ای تر، من اولا که سعی می‌کنم تعداد افزونه ها رو همیشه پایین نگه دارم. یکی از افزونه هایی که خب دیدی من معمولا کد و اسنیپت و اینا میذارم روی پیج و توی کانال تلگرام، افزونه کد اسنیپت، برای اینکه این کدا رو اضافه بکنم و استفاده بکنم. این افزونه خیلی فیچر باحالی میده دیگه، درگیری با هاست نداری و کدا رو خیلی راحت اضافه میکنی، خاموش روشن میکنی و خیلی کاربردیه. اینم تقریبا رو تمام پروژه نصبه. از یوست استفاده میکنم برای سئو، تو 99% مواقع به عنوان افزونه سئو، برای سئو که نه. از المنتور 100% اگر نیاز باشه و بخوام کاری بکنم، کاری طراحی، استفاده میکنم. و دیگه پروژه افزونه امنیتی استفاده نمی کنم. اگه کسی الان علاقه‌منده که سایت من هک بکنه، من با کمال میل در خدمتم. کلا استفاده نمی‌کنی تو هیچ پروژه‌ای؟ فقط افزونه SSL. نه هیچ پروژه‌ای من افزونه امنیتی روش نصب چرا؟ نیست. چه علت خاصی داره که این کار انجام نمیدی؟ نه خیلی ببین جالبی. همون کار، بیا با هم یه مروری بکنیمش. افزونه‌های امنیتی رو مثلا یه چک بکن. یه سری فیچر دارن که اون فیچرها همش با اسنیپتا قابل انجام، یعنی آها، خب اکثرش با معادلش رو یعنی اسنیپتا انجام میدی با کد معادلش حالا رو تا انجام دیگه. میدن. آره اینکه اصلا استفاده نکنم نه، معادلش رو خب انجام میدم. ولی تنها افزونه امنیتی که استفاده میکنم همون افزونه ریالی سیمپل SSL که برای فعال کردن SSL و آره. خودش هم همون فیچرها. آره خب رسیدیم اینجا که افزونه امنیتی هم ریلی سیمپل SSL نصب می‌کنی که حالا یه سری امکانات هم خودش داره، بقیه‌اش هم هر چی که آره نبود و در واقع حالا با اسنیپت و چیزای دیگه انجام میدیم و حل می‌کنیم. میشه انجام داد، من اصلا رد نمی‌کنم و تایید می‌کنم که این کارو میشه انجام داد، ولی من خودم واقعا حوصله‌شو ندارم. من یه افزونه امنیتی نصب می‌کنم دیگه، همه رو انجام بده بره. یه خروجی جیسون میده یا چیز دیگه میده، اونو گرفتم ایمپورت می‌کنم تو افزونه‌های مختلف، یه همونو. اصلا به نظرم اشکالی نداره. این سبک کار منه آره و اون سبک کار شماست و اصلا به نظرم ایرادی دقیقاً نداره که دقیقاً افزون امنیتی همینطوریه. نصب بشه. یعنی بچه‌ها نرن دنبال این که آقا من افزون امنیتی نصب نمی‌کنم، نصب نکنن. نه، انجام اوکی. بدین، چون پروژه مشکل می‌خوره. من فقط تجربه خودم گفتم. آره من مثلا همینجا بخوام تجربه رو بشنوید، مثلا اولین بارم میشیدم واقعا، کسی ندیده بودم این کار انجام بده، خیلی جالب بود برام. به نظر منم خیلی خوب اتفاقا میشه انجام داد. و اینکه میخوام یه نکته دیگه رو بگم، افزونه AIOS رو میگن، منم همون استفاده میکنم. من خودم خیلی از این افزونه استفاده میکنم، تقریبا رو همه سایت هایی که دارم همین نصبه. برای بحث خودمون من میخوام که بپرسم ازت، اولا که تو پروژه هات معمولاً به چه سبکیه؟ اینکه میدونیم دیگه همون چند مدل پیاده سازی هست. یه سری با قالب انجام میدن، حالا رو همون قالب کاستومایز انجام میدن. یه سری میان نه هلو المنتور نصب میکنن، همه چیزو طراحی میکنن. یه سری هم نه میان کلا همه چیزو کد میکنن، قالب اختصاصی و اینا. تو خودت بیشتر کدوم سمتی و در واقع اصلا کلا کدوم رو ترجیح میدی، به بچه‌ها توصیهش میکنی؟ خب من بذار مرحله به مرحله آره مثلا بگم اگه قراره به بچه‌ها توصیه بکنیم. به نظرم بچه‌ها
همزمان اگر ناکن این خیلی بستگی به شرایط اون آدم داره که داره کار میکنه. یکی میبینی که تایم آزاد داره، از نظر مالی تأمینه و مشکلی نداره اگه بخواد کار بکنه، من بهش پیشنهاد میکنم که پروژه ها رو کلا با قالب هلو المنتور خودش بزنه و در کنارش کد نویسی رو یاد بگیره، CSS و JS رو یاد بگیره کامل که بتونه فرانت رو بهتر کار بکنه. و این برای آدمیه که دغدغه مالی آنچنان نداره. شما هر چی تو این لول بالاتر میری، پروژه های قوی تری میاد سمتت، پروژه های خفن تری میاد سمتت، قاعدتا درآمدشون هم بیشتره، زمان بیشتری هم ازت میگیره. ولی یه دسته همکار و رفیق دیگه داریم که این رفقای ما نیاز مالی دارن، یعنی مبلغی که از پروژه ها میگیرن خیلی براشون مهمتره تا اینکه بخوان زمان بذارن بابت یه چیزی و اونو یاد بگیرن کامل و یه پروژه رو انجام بدن. اگه بخوام توصیه به دوستان بکنم، اون فاکتورا رو برای خودشون اول در نظر بگیرن و این دو تا رو با هم انجام بدن. یعنی پیشنهاد من خودم به شخصه الان خیلی وقته، الان که نه، خیلی وقته که دیگه اینکه یه قالبی رو آماده نصب بکنم و اجرا بکنم انجام نمیدم. یعنی از قالب ها استفاده میکنم. من کلا دو تا قالب استفاده میکنم. هلو المنتور که سر جای خودش هست، بسته به دیزاین اون پروژه ممکن استفاده بکنم. اگه پروژه خیلی دیزاین مینیمال و سبکی داشته باشه و مشخص باشه، تو سبک نومورفیسم باشه یا یه سری پروژه‌ای که دیزاین مشخصی دارن، خب با هلو المنتور ترجیح میدم. ولی اگر یه وبسایت فروشگاهی باشه، هیچ وقت نمیام اون فیچرهایی که وبسایت فروشگاهی داره رو از اول یا با افزونه‌های مختلف اضافه بکنم به قالب. من شاید دیده باشی خیلی ترجیح همینه برای سایت‌های فروشگاهی از قالب وودمارت استفاده بکنم. برای سایت‌های سبک شرکتی و سایت‌هایی که آموزشی یا یه ذره دیزاین خاص‌تری دارن، معمولا از آسترا استفاده میکنم. ولی یه جاهایی هم ممکن از قالب هلو المنتور هم استفاده کنم، از اول بزنم. کدنویسی خیلی وقت انجام نمیدم، اونم به خاطر همون مسئله‌ای که اول گفتم، یعنی شرایط و سبک زندگی که متاسفانه تاثیرگذاره. کما اینکه توسعه دهنده شراکت هم بودم قبلا و یه قالبی روش داشتم که تو حوزه قالب‌های املاکی بود. آها. اونو اینجا اون که موقع رسیدید، نیاز میدیدم. اینم یه توضیح حالا جلوتر بده بهمون حتما، چون تو سوالم نیست، من همینجا جاش میدم. در رابطه با قالبا که گفتی، این وودمارتو من اوکی بودم. یه مدت رفتم روی قالبای ایرانی. یه قالب ایرانی توی همین شرکتی من کار میکنم داره استفاده میشه و به شدت ما مشکل خوردیم. من در ظاهر این قالب رو دیده بودم و باهاش دیده بودم که دموهای خوبی داره و اینا. این قالب ایرانی هست، خوباش هم هستن، ولی فروشگاهی خوب واقعا من فکر می‌کردم این قالب جزو خوباست، یعنی اصلا ندید میگفتم این قالب جزو خوباست. وقتی الان توی پروژه داریم کار میکنیم افتضاحه. قالب اسمشو شوکینو بگم؟ اسم قالبی که کار میکنین رو بگم مثلا؟ ترجیحاً نگو، چون از باش. دوستان هستن ایرانی‌ها رو من اسمشون رو نمیگم که بالاخره از دوستان هستن، شاید بیان خودشون بپرسن از من ایراد کارشون رو میگم. ولی حالا یه دو تا قالبی ان که مثلا معروف، دو سه تا قالبی ان که معروفن فروشگاهی ایرانی ان، من هر سه تا رو چک کردم، واقعا مشکلات داشتم چون برای همین سایت می‌خواستیم انتخاب کنیم. من توی یه فایل اصلی این قالب که برای CSS هست 32000 خط کد دیدم، 32000 خط. اینو کپی کردم به ابزاری دادم که مینیمال کنه، ارور داد. یعنی در این حد سنگینه. حجم فایلش بگم نزدیک 2 مگینا بود فایل CSS. در مقیاس بخوام بگم قالب شوکینو که خودم نوشتم در مجموع فکر می‌کنم 5000 خط کد CSS داره در مجموع تو همه صفحاتش. خیلی ها، یعنی از 6 برابر هم بیشتر توی فقط دارم مثلا یه صفحه هستی. حالا دیگه JS و اینا بماند، من فقط CSS رو دیدم این خبره دیگه، گفتم خدا نگهدار، اولین فرصت این قالب رو عوض میکنم دیگه. این از این مورد که حالا تو قالب هم همون وودمارتی که مسعود میگه واقعا هنوز جوابه. درسته شاید یه سری ایرادات داشته باشه ولی به نظر من هنوز میتونه کار کنه. من خودم دارم قالب فروشگاهی می‌نویسم ولی خب فعلا که نیومده. ببین من با قالب شوکینو کار نکردم. خب یعنی نه اصلا استفاده نکردم، نظر دادنم راجعش درست نیست. اون قالب هایی هم که الان داری میگی رو منم نمیخوام بگم اسمشو، چون ممکن ناراحت شن. چتم کات میکنم، چتم بچه‌ها دارم میگم ولی خب من کات میکنم، اونو معلوم نیست. خب نه همشون میدونن آخه کدومه.
و این تجربه کار داره، همشون میدونن کدومه، ولی حالا اونا رو خود زحمتش کات کن. ولی مسئله که وجود داره تو قالب هایی که کار کردیم، این همه قالبی که هست، اینا دستت رو خیلی باز میذارن توی توسعه اون قالبه. این خیلی به نظرم مهمه، اینکه شما دستت باز باشه، یه چیزی رو میخوای توسعه بدی، بهترش بکنی، خیلی مهمه. رو اون قالبایی که تو بهشون اشاره کردی خیلی سخته کار کردن. اصلا چیز اپتیمایزی نمیتونی تحویل کارفرمات بدی و فقط متاسفانه ظاهره توی اکثر این قالب ها و اصلا به اون داستانایی که بعدا قرار طرف توسعهش بده، یوزر میاد روی اون وبسایت باش کار میکنه، اینا متاسفانه فکر نشده دیگه و میدونن. یعنی بیشتر به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن رو توسعه اون پلتفرم، تمرکزشون رو اون تیم فروششون بوده به نظرم، دقیقاً که چجوری اکثرا بتونن بفروشن. همینه. الان من خودم حالا میگم نمیخوام فقط از خودم و محصولم تعریف کنم، این واقعا بده، ولی خب من چیزی که خودم توی قالب شکرانو از ابتدا اولین چیزی که اولویتم بوده بهینه بودنشه. حالا شاید یه سری فیچرها رو من اصلا نداره قالبم، بری مقایسه کنی با رقیب میگی خب این فلان چیزو داره، ولی خب من به همه اصلا اونایی که اشکال کردم نداره. آره گفتم اینو نصب کنیم ببینیم کدومشون بهتر بهتون جواب میده. خب فلان ویژگی به رو نظرم نداره اون اصلا قالب استفاده اشکال کن، نداره. ولی بهت قول میدم اگر این آره. قالب استفاده کنی ساعتش اوکی. خب سوالت اوکیه، تو میگی فکر کردی به توسعهش، به اینکه بهینه باشه. خب اوکی، این فیچرها ببین، وودمارت مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش هیچی نداشت و الان داره هی پچ اضافه میکنه، هی داره فیچر اضافه میکنه. تو نمیتونی روی محصولی که از اول خودت تنهایی نشستی فکر کردی 1000 تا فیچر بذاری، ولی یه محصولی که الان 5 سال 6 سال فعال تو مارکت، فلان تعدادم فروخته دیگه، ما به عنوان مثلا توسعه دهنده، کوچیکترین توسعه دهنده، واقعا من خودم به عنوان یه توسعه دهنده کوچیک که شما مستقیم که با بزرگی کارفرما، ولی خب نه بابا، به عنوان یه توسعه دهنده کوچیکی که مستقیم با کارفرما در ارتباطم، انتظار دارم از اون تیم. میگم آقا تو که این همه توسعه دادی، این همه داری تبلیغ میکنی بابت این داستان، توسعهش بده، بهترش کن. این همه فیدبک داری میگیری، بهترش کن. فقط دنبال این نباش که بگی آقا اوکی من ظاهر مثلا دیجیکالا رو هم زدم الان تو دموی 2 قابل نصبه. آقا اوکی باشه، ما فهمیدیم، کشتیم ما رو با این دیجیکالا. یه ذره بهترش کن، یه ذره بهبودش بده. اینا آره بده. واقعا اینا هست و اینا بده. حالا انشالله که این قالب خوب بشه در آورد از تو قالب فروشگاه. من خودم دارم تلاش میکنم خیلی، از یعنی از همون روز اولی که من قالب شوکشن رو گذاشتم میگن نسخه فروشگاهیشو بده، من دارم روش تلاش میکنم، کار میکنم. الان داریم شوکشن رو دیزاین میکنیم، بعدش حتما قالب فروشگاهی خواهیم داشت و اونم انشالله. منتشر میشه انشالله. برای وودمارک گفتن از کجا تهیه کنیم. توسعه دهنده ها رو اتفاقا یکیشون به من پیشنهاد که من بیام و حقیقتا البته اینی که این قالبی که من مد نظرم نبود، نمیخوام این قضیه باشه، چون البته اگر دیدشون همین انتقال تجربه بود اوکی بود، ولی دیدشون بیشتر این بود که ما بیایم تبلیغ قالبمون رو کنیم. من نمیخوام این کار انجام بدم، یعنی به صورت نه تبلیغ من نمیخوام باشه، بیام اف فیچرهای الان قالب صلاح انجام بدم. میدونی که من بگم که از کجا تهیه بکنم؟ آره بگو حتما تجربه خودت بودمارتو، بگو چون که این کجا میگیری. تبلیغ نیست. ببین هم راستچین داره، هم ژاکت داره، هم سایت های دیگه دارن، آره ولی تنها وبسایتی که اینو خیلی سبک و ساده بدون هیچ دستکاری اضافه اومده منتشر کرده، ایران وودمارت. دقیقاً یعنی بدون هیچ مشکلی موافقم باهات. شما آپدیتاش نصب میشه، لایسنس نداره برای توسعه دهنده. این خوبه. خب خلاصه بعد ارزم به خدمتت که پچاش خیلی راحت نصب میشه و دردسرشون به نسبت سایت دیگه کمتره. من تجربه‌مه، اصلا به هیچ عنوان دقیقاً تبلیغ نیست. من همیشه هم گفتم ایران وودمارت، بنده خدا توسعه دهنده‌شم میشناسم، تو پیج منم هست، خیلی تشکر کرده از من، ولی واقعا به هیچ تبلیغ عنوان نیست، تبلیغ نیست. تجربه است. منم دقیقا آره همینه. تجربه است. ایران وودمارت من خودم دیدم که خوب جواب داد، رو چند تا سایت نصب کردم. برای ژاکت هم نصب کردم، خوب بوده. برای راستچین تست نکردم، حقیقتا نمیتونم بگم خوب نیست یا فلان، تست نکردم. ولی برای ژاکت رو تست کردم خوب بوده. برای ایران مودات ولی من به خاطر هم بحثی که میگی لایسنس نداره من بیشتر سمتش بودم. آره آره ولی آره برای وودمارت ژاکت هم خوب بود، بد نبود. ژاکت بیشتر دموهاش خوب بود که من اوکی بودم باهاش، آره. دموهای من جذاب تری اینم داشت. ژاکت هم من تایید میکنم از نظر دمو و سبک طراحی‌ها و دموهایی که داشت و خب بروزتر بود. خود قالبش هم مشکلی نداره، من نه مشکلی اوکی توش بود. ندیدم. توسعه دهنده با تجربه ایه، خیلی چیزی نیستش که آره داشته باشه. این از این مورد و مرسی که به این بخش هم پاسخ دادی.
بریم یه مثل این. خورده سمت بحث چیز. بچه‌ها یه سوالی پرسیدن اینو من دیدم چند بار نوشتن بگیم، اینکه عینک رو عینکت، میگن. آره عینکت بلو کنترله یا نه، اینو بگو بچه‌ها. بلو خیلی سوال کنترله بچه ها، این بلو کنترله. من اینو نزنم اصلا، توصیه میکنم که همتون منم بزنید این دارم، برای منم عینک بلو بلو کنترل. کن. این عینک آره بلو عادیمه ها، بیرونم کنترل استفاده رو. میکنم ولی بلو کنترل. اینو به نظرم بچه ها، این از اوجب واجبات. اگه روزانه ساعت زیادی پای سیستم میشینید، برای کنترل نور آبی صفحه مانیتورتونه و اون تنظیماتی که خود مانیتور داره هم به درد نمیخوره، اون چیزی که ما میخوایم نمیده، خیلی اذیت میکنه مخصوصا تو رنگ بندی کارا. ولی عینک خیلی جوابه. عینک بلو کنترل، بلو کات نگیرید، بلو کنترل بلو بگیرید برای کنترل، کار بلو کردن. کات بگم مقطعیه، مثلا یکی دو سال دیگه کلا از بین میره. اول که آره اونقدرم نمیگیره، بعدم که من داشتم قبلا هر دو تاشو داشتم. ولی آره خب آره بلو آره کنترل بلو معرفی کنترل. کنم 4 5 سال دارم همینو. آره آره اوکی من مشکلی. دقیقا نزدیک 2 سال دارم. آره اینم از این. میخوام برم یه خورده سمت بحث پروژه گرفتن. این که اول بهمون بگو که بیشتر الان از کدوم منبع پروژه میگیری، کلا اصلا منابع چیه و کدوم بیشتر ازش پروژه میگیری؟ خب من الان در حال حاضر متین جان بیشتر پروژه‌ای که میگیرم رو اینستاگرام. رو اینستاگرام پروژه گرفتن یه داستانی داره که الان توضیح میدم تو ادامه، باقی اون مسیرها رو بگم. سایت سایت های مثل پونیشا و کارلنسر و اینا سایت های خوبی هن. برای تجربه کردن کار سایت های خوبی هن. ولی اینکه شما بخوای مدام باشون کار بکنی و خیلی پروژه های خفنی روشون بگیری، پروژه های بزرگی بگیری، نه، سایت های خوبی نیستن. من به خودشونم گفتم، حالا دوستانی که تو پونیشا هم به خودشونم گفتم، چند بار گفتم این سیاست هایی که در نظر میگیرن برای کارفرما و پیمانکار خیلی وضعیت جالب نیست و به مشکل میخوره آدم تو کار. دیگه ارزم به خدمتتون که یکی از راههای پروژه گرفتن تبلیغات تو فضاهای درسته. من خیلی خودم با تبلیغ کردن تو شیپور و دیوار و نمیدونم اینجور فضاها موافق نیستم. دیگه ارزم به خدمتت که ارتباط کلامی با آدم‌ها، شرکت کردن توی سمینارها، توی ایونت‌ها، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. مهمترین بخشش یعنی در واقع دو تا از بخشایی که خیلی کمک میکنه شما پروژه درست بگیرید، یکیش ایجاد کانکشن و ارتباط بین آدم‌های مختلف که یه راهش همین شرکت کردن توی ایونت‌های مختلفه، تو رویدادهایی که معمولا برگزار میشه. همین پلتفرم‌های مثل ژاکت و راستچین و پلتفرم‌های مختلف برگزار ما میکنن خودمون و هم ایونت داریم، حالا اگر حالا خودتون خبر دارین ما ایونت داریم که هر چند ماهی بار تو کرج هم برگزار میشه، که اصلا نمیدونم متاسفم. بیسمون هم همین، اصلا اسم رویدادمون لینکه و هدفمون خب کانکشن خیلی باحال، کلا. آره بعد خیلی خیلی هم تو باحاله. بحث مثلا صرفا طراح سایت نیستیم. ولی ایونت های وردپرسی رو خب من خودم خیلی رفتم، همه طراح سایتیم، مشتری خیلی نیست، کمه، هست ولی کمه. ولی ایونت های این مدلی که بیشتر تو حوزه های مکمل شماست، مثلا برای ما سئوکار هست توی ایونت ما، طراح آره سایت هست، نمیدونم اینستاگرامر هست، بلاگر هست، حتی آره اینا آدمی که خیلی کلا اینا خیلی هستم هست. باحاله. آره اینا به خیلی نظر من باشه. باحاله. اینا خیلی کمک میکنه. یکی از چیزهای دیگه که گفتم اولش، حالا تو ادامه میگم، اینستاگرام بود. من یه چیز باحال از اینستاگرام یاد گرفتم. من اینستاگرام 97 زدم ولی پارسال فعالش کردم. یعنی اکتیو شدنش از فکر کنم پارسال تابستون بود. یه جایی از نظر مالی دیگه داشتم له میشدم و گفتم آقا دیگه بس دیگه، این 4 5 سال الان شروع نکردم این کارو، اینستاگرامو شروع میکنمش. اون ایده ای که تو ذهنمه رو انجام میدم ببینم چه اتفاقی میفته. شروع کردمش، رفتم جلو و یه چیزی که متوجه شدم این که آدما به خاطر تخصص شما رو انتخاب میکنن. اینکه شما مثلا رفتی یه دوره رو شرکت کردی، الان طراح سایت بلدی، بیای پیج اینستاگرام بزنی، کمکی نمیکنه بهت که بخوای پروژه‌ای بگیری یا کار خاصی انجام بدی. یه مسیر دیگه، حتما نمونه کار بزنید، نمونه کار قوی بزنید، حتی اگر پروژه نیست بذارید توی پلتفرم‌های مختلف. لینکدین خیلی بهتون کمک میکنه. لینکدین اصلا کلا سوشال ارتباط گرفتن دیگه. یعنی اصلا اون نوتیفی هم که میاد مال کانکشنه، یعنی میگه آقا کانکشن بزن با این تیم، با این مجموعه. پروفایل حرفه‌ای ساختن خیلی بهتون کمک میکنه رو پلتفرم‌های مختلف. فقط اینستاگرام نیست بچه‌ها، اینستاگرام همه فضاها. طراح خوب داریم، کارفرمای خوب هم داریم.
همه فضاها این رو دارن. شما پروفایل حرفه‌ای، رزومه قوی، حتی اگر پروژه ندارید بشینید تایمتون رو بذارید، هم یاد بگیرید، یعنی هم رو تخصصتون کار بکنید، هم نمونه کار قوی بزنید. یعنی حتی اگه برای مشتری نیست، بیشترین زمانتون رو به نظر من به جای اینکه رو پروژه بذارید باید بذارید برای نمونه کار خودتون. این خیلی کمک میکنه بهتون. دقیقاً درسته. حالا بحث لینکدین هم که میگی، من خودم تقریبا توی همین 1 سال اخیر خیلی سعی کردم که هم سر در بیارم ازش. قبلا هم بودم ولی خیلی جسته گریخته بودم. توی 1 سال اخیر سعی کردم خیلی ازش سر در بیارم و چند تا متخصص خیلی قوی هم تو این حوزه پیدا کردم. حالا اگر فرصت بشه و بچه‌ها استقبال کنن، یه گفتگو میذارم با همین دوستامون که هستن توی لینکدین که بیان درباره لینکدین ما خیلی صحبت کنن، چون واقعا چیزی که کمتر هم ما میدونیم که چجوری باهاش کار کرد. و توی بحث لینکدین من دیدم بچه‌هایی که همین توی وردپرسن، توی توسعه وردپرس بعضیام دیدم، بعضیام طراح سایتن که خیلی خوب عمل میکنن. مثلا یه تیکه کدی میذاره میگه آقا من همچین مشکلی داشتم توی سایت بزرگی، این تیکه کد کارو در میاره. چقدر من خودم چقدر حال کردم با بعضی از پستشون. حالا حتما میدونم که هم پروژه زیاد دارن از اون سمت، هم که حالا کانکشن های خیلی قوی پیدا میکنن. لینکدین هم به نظر من خیلی جذابه، اینستاگرام هم که گفتیم و حالا جاهای دیگه هم که گفتی سایت های پروژه گرفتن و اینا که منم باید موافقم. بسیار خوب. من الان میخوام یه نکته دیگری رو بگم توی همین بخش پروژه گرفتن. حالا ما سورس‌ها رو متوجه شدیم که به چه صورتیه. فرضاً حالا الان یه پروژه‌ای، حالا یه نفر پیام داد بهت توی اینستاگرام، اینو چجوری ما تبدیلش کنیم؟ حالا یه نفر اومده گفت آقا سایت فرضاً چند، حالا خیلی کلیشه‌ای میاد همچین حرفایی میزنه، میگه آقا سایت مثلا چند، یا اینکه من همچین حوزه‌ای هم میخوام سایت بزنم. اینو چجوری میاری تا تبدیل بشه به پروژه؟ یه مسیر کلی، حالا ترجیحاً تایتل وار بهمون بگو که بچه‌ها بدونن به کجا میرسه. باشه چشم. ببین، تبدیل کردن پیامایی که میاد به پروژه قبلا خیلی شکل عجیب غریب تری براش داشتم برای تبدیل کردن به پروژه. یعنی یه نفر که پیام میداد مثلا سلام میگفت، من شروع میکردم به فرستادن پیام همجوری پشت سر هم که آقا این نمونه کارام، شما دقیقا چی میخوای، فلان میخوای اینا. الان سعی میکنم با اون شخص ارتباط بگیرم. الان سعی میکنم ساده ترین کار ممکن رو انجام بدم. قبلا مثلا روی اینستاگرام به من پیام میدادن که آقا من از پیام‌های آماده سیو شده دکمه رو میزدن، میگفتم من میخوام سایت داشته باشم. من پیام میدادم که خب چه سایتی میخواین. این پروسه پیام دادنه با طرف خیلی طولانی اگر باشه، نرخ تبدیل اون شخص به مشتری هم میاد پایین به نظر من. یعنی این مسیر رو هر چقدر شما ساده بکنین. الان کاری که میکنم، میگم چشم شماره تماس من اینم، آیدی تلگرام من، هر جایی که راحتین میتونین ارتباط داشته باشین. تو در درجه اول به نظرم بچه‌ها صحبت کردن با کارفرماها رو کامل چند بار امتحان بکنن توی زمینه‌های مختلف. من خیلی از بچه‌ها رو دیدم که کارفرما بهشون پیام میده یا آقا من یه سایت میخوام، یا اصلا بازش نمیکنن، یا در جواب مینویسن چه سایتی، چی میخوای. این مدل صحبت کردن با کارفرما نیست. این ارتباط گرفتن رو، اون احترامه که خودت میدونی من چی میگم، احترام کاریه رو همیشه با کارفرماشون حفظ بکنن و سعی کنن ساده ترین مسیر رو انتخاب بکنن. من خودم از ساده ترین مسیر جواب گرفتم، شماره تماس بهش میدم. بعد از دادن شماره تماس، در 99% مواقع انتهای تماس ما، یعنی تو پروسه تماسمون یا پیامایی که به هم میدیم، من ازشون میخوام که به من بگن چی نیاز دارن، یعنی چه سایتی نیاز دارن. ازشون نمونه میگیرم، ازشون جزئیات پروژهشون رو میگیرم، ازشون تایم میگیرم که بررسی بکنم. در نهایت اون تماسی که ما با هم دیگه داریم بهشون میگم که خب به من اجازه بدیم من بررسی لازم انجام بدم. بررسی که کردم دوباره خودم باشون تماس میگیرم و قیمت و زمان رو بهشون میدم. این ساده ترین پروسه که من میتونم برای تبدیل اون پیام به مشتری داشته باشم. خیلی عالیه. هیچ وقت منم تقریبا همینم، یعنی مسیر خیلی متفاوت نیست. البته من خودم خیلی کم از اینستاگرام پروژه میگیرم، چون پروژه ما غالبه خیلی کم پیش میاد که کسی پیام بده و غالب بخواد. معمولا همون طراحی سایت هم پیام میدم بهمون. دقیقاً. حالا من جدیداً که حالا تیم خود گسترش دادیم میارم و میدم به تیم خودم، ولی قبلا که اصلا کلا میگفتم که حالا مثلا بچه‌ها رو معرفی میکردم، مثلا گفتم به نیاز پیام بدین، نمیدونم به سینا پیام بدین، هر کسی که میشناختم که حالا کارش خوبه میفرستادم اون سمت.
ولی الان دیگه پچ خود انجام میدم، قبلا هم که هیچ. ولی دقیقا همینه اه، که یه یا چیزی من اینجا. بگو. بگو ببخش، من فکرم صحبت تموم نه شد. بگو. اوکی. خب به من عذرخواهی میکنم. نه خواستم بگم که انتهای 99% این پیام‌ها و زنگایی که به هم دیگه میدیم، کارفرما ازتون نمونه کار میخواد. من تو سوال قبلی شما گفتم قوی ترین نمونه کاراتون رو برای خودتون بزنید. اصلا فکر این که بخواید برای مشتری بزنید تازه نمونه کار و پورتفولیو بسازید رو نکنید. قوی ترین نمونه کاراتون رو، اصلا فرقی هم نمیکنه بنر هم طراحی میکنید، قوی ترین بنرها رو برای خودتون بزنید، داشته باشید، آرشیوش بکنید و 99% مواقع کسی که بخواد باهاتون کار بکنه ازتون نمونه کار میخواد. نمونه کارا رو براش میفرستید و همون پروسه‌ای که الان چند لحظه پیش صحبت کردیم. ولی بیشتر مواقع ختم به این میشه که شما پروژه‌ای که انجام دادین رو برای من بفرستید. بسیار عالی. یه نکته ای که بچه‌ای کهشون گفته که لینک در واقع آیدی لینکدینتون رو بدین، برای من متین داش شکریه، این خط وسط هایفن. برای مسعود هم خودش اگر داره بهمون بده، اگر نه توی کانال تو گروه هستی، بعدا اگر بذاری بچه‌ها میتونن آره میذارم تو کانکشن گروه بذارن. بچه‌ها ببینن. الان آره من آیدی معمولا لینکدینم اصلا خاطرم نیست. حالا اگه منم خیلی خاطرم نیست، خوب جدیدن دیدم یادم، میگم دیروز پیروز فکر دیدم میکنم. یادم. اوکی، حالا بذار برام بعدا بچه‌ها حتما استفاده آره. میکنن. یه پلن هم داریم توی، حالا اینم این وسط حالا بحثش اومد بگم، ما یک گروهی داریم برای بچه‌ها که نیستن، ما یک گروهی داریم توی تلگرام، گروه کامیونیتی وردپرسی ها، که حالا پروژه هایی رو با هم انجام میدیم، اطلاع رسانی همین گفتگوها هست و در واقع بخش‌های مختلفی که کار میکنیم، که حالا همین فایل ها و توضیحاتی که داریم اونجا اگر نیاز باشه حتما میذاریم. آیدی در واقع گروه همینجا میذارم، t.me همون تلگرام، wp underline ها هستش. حتما عضو باشین و حالا فعال هم باشین که چه بهتر. یه پروژه بهتون من این قولو میدم که بعد از پروژه پیج اینستاگرام که الان داریم، بریم سمت لینکدین، اصلا یه سری کارهایی توی لینکدین انجام بدیم که بتونیم اون بحثم در واقع رشد بدیم. عالی. مرسی از اینکه حالا سوالم هم جواب دادیم مسعود جان. توی این مشغله دیگه خیلی بخوایم ریز بشیم طولانی میشه، اگر فرصت بشه حتما من به بچه‌هام قول میدم تا هم اگر حالا بتونی اینجا قول به ما بده که یه وبینار دیگه داشته باشیم کلا در رابطه با همین پروژه گرفتن و این داستانا صحبت کنیم، خیلی بازتر که حتما تجربتون میتونیم بگیم. بسیار عالی. حتما. خب برای بحث خودمون من میخوام وارد بخش بعدی بشم که حالا یه خورده بیشتر بتونیم وارد این حوزه بشیم. این که اول این تجربه خودت بگو قبل از که بریم توی پارت بعدی. تجربه توسعه قالبی که گفتی توی راستچین گذاشتی رو بگو که چه توی ژاکت گذاشتی که چی بوده این قالب، مثلا از کجا شروع شد، چی شد که رفتی سمت کد نویسی و کلا نکاتی که بود رو بهمون بگو حتما. خب آره حتما. ببین کد نویسی که قبلا میکردم، یعنی اصلا کلا به واسطه رشته دانشگاهی کار کد نویسی میکردم، بعدا تو این فضا اومدم اینم توسعه دادم. خب اونم یه بازار مکملیه، ولی من یه اشتباهی کردم توی اون فضا. اشتباه من اینجا بود که ببین اون فضا خیلی فضاییه، الان خودت داری کار میکنی میدونی چی میگم. اون فضا خیلی فضاییه که تو نیاز به تمرکز بسیار بالایی داری برای اینکه چیزی رو بسازی. و چیزی که ساخته بودم اتفاقا یه محصولی بود تو حوزه قالبای اجاره ملک و فروش ملک که الان تقریبا نداریم چیز درست حسابی سالم و تر و تمیز. اسمش هم بود املاک پرس، که همون نسخه نهایتا 1.0.2 کلا پروژه اصلا نسخه مینور 2 اصلا کلا پروژه بسته شد. یعنی اصلا دیگه بعد یه سال با کلی اصرار از طرف من از جاکت که خواهش می‌کردم آقا لطفا اینو استاپش کنید فروششو. اشتباه منم اینجا بود که اون پروژه که شما محصولی رو میسازی، همین انتقادایی که من الان کردم از توسعه دهنده غالبا دقیقا همین مشکلات رو خودم داشتم. یعنی خودم نمیرسیدم، چون اون رو به عنوان یه پروژه و یک بحث حالا کاری مکمل میدیدم کنار این، نمیرسیدم درست روش کار کنم. هست همه اینا میتونن مکمل همدیگه باشن تا جایی که شما زمان کافی برای هر کدومش بذاری. وقتی پروژه‌ای رو شما میسازی و میذاری رو ژاکت برای فروش یا روی راستچین یا اصلا رو پلتفرم خودت، فرق نمیکنه. وقتی میذاری برای فروش باید بدونی که یه سری کاستومر داری که این کاستومرها از شما انتظار پشتیبانی دارن
یه سری کاستومری داری که انتظارات عجیب و غریب دارن از شما، اصلا کار پشتیبانی هم ندارن، بعد در نهایت ممکنه کار به جای باریک بکشه. آره اینا همش هست میدونی. و خب من دوست نداشتم هیچ موقع خدماتی به مشتریم بدم که مشتریم بگه که من راضی نیستم. یعنی اینجوری هم که تو کار خیلی آدم کمالگرایی نیستم اصلا، ولی تو سرویس دادن به مشتری میگم آقا من یا یه کاری رو انجام ندم دست مشتری ندم، یا اگر میدم یه سرویس صد خوب خودم باشه. حداقل بذارم، حالا شاید کارم صد آره نباشه ولی صد خودم گذاشتم. آفرین دقیقاً. میگم آقا من صد اون کارمو بذار، صد خودمو بذارم که مشتریم به مشکل نخوره. و اینجوری نبود واقعا، یعنی کار پر از باگای عجیب و غریب بود. بعد یکی شکستای تیم سازی من همینجا بود تو این پروژه. یعنی من تلاش کردم یه یو آی کار داشته باشم، یه کد نویس داشته باشم، خودم باشم کارو فرانتش رو بزنم، بتونم یه پروژه رو توسعه بدم. من نسخه یکش رو که منتشر کردم گفتم خب بچه‌ها اوکی دمتون گرم، این مالیاش این تمام جزئیاتش، حالا بریم فیچرهای جدید رو اضافه کنیم که فلان موقع آپدیتش رو بزنیم. توسعه دهنده به من که حالا اون موقع رفیقم بود بهم گفتش که بذار ببینیم این جواب میده بعد بریم سراغ مرحله بعدی. گفتم آقا نمیشه اینجوری، واقعا نمیشه. میدونی نشد دیگه، هیچ چیزی اونجوری که من دلم می‌خواستم نشه. الان اگه بخوام شروعش کنم شاید اصلا با یه فرمت دیگه برم جلو و خیلی اون باگایی که قبلا بود رو برطرفش کنم. و ولی نمیتونم الان انجامش بدم. داستان اون کاملا غالبه این اتفاق بود. چیز دیگه. آره کاملا اینو قبول میکنم. بچه ها میگن که چند تا عکس برامون بذار از قالب، حالا اگر دوست داشتی حتما بذار آره حتما استوری کن میذارم. بچه ها ببینن. ولی آره ببین قالب و یه دید اشتباهیه که میبینم دیگه یه سری از بچه ها رو شیطنت میکنن، اونا که دوره بفروشن میگن کاری نداره که یه دونه محصول میذارن رو ژاکت نه همینجوری در خوابم براشون فروش میاد. بله من وقتی که خوابم همه امشب مطمئنم 2 تا فروش برام من میاد، ولی من فردا صبح به تیکتی که اومده آقا نصب نمیشه، اینو باید برم جواب بدم. واقعا دردسره. حالا اگر تموم موبین شده. نمیدونم موبین الان کارای پشتیبانی ژاکت رو موبین داره انجام میده، من اصلا فکر می‌کنم 2 ماه پنل ژاکت رو باز نکردم. واقعا انقدر درگیر شده بودم که گفتم ببین موبین این دست تو، من نمیخوام دیگه تیکت جواب بدم. تیکت‌ها رو همه جواب بده. اگه تیکتی سخت بود و مثلا کد مشکل داشت بهم بگو اوکی میکنم، ولی واقعا چیزای ساده رو بهم نگو. یعنی اینقدر که مثلا من هر روز چند بار مثلا یه مشکلی رو هی توضیح بدم، هی توضیح بدم، حتی ویدیو دقیقا. گذاشتم لینک میدادم بازم میپرسیدن. اصلا هر کاری کنی بعد پشتیبانی واقعا دردسره. بعد متین جان یه مشکلی که وجود داره، ببین ساختاری که بر اساس یک امتیاز و یک رأی ساخته شده، دقیقاً. شما نمیتونی هیچ وقت بعد از ثبت رأی و نظر کاربر بیای به ژاکت بگی آقا این رأی رو پاکش کن. بله. نمیتونی بهش بگی آقا این نظره رو پاکش کن. میدونی خیلی جاها اینجوریه ها، فقط این نیست. همون پونیشایی هم که گفتم سیاستاش مشکل داره، همین مشکل رو داره متاسفانه. یعنی شما بعد از این پروژه رو تحویل میدی یا کار تحویل مشتری دادی، حتی با وجود این که مشکل از سمت شما نباشه، باز اون شخص میتونه بره این یه نظر منفی میده. کاملا نظر درست. منفی بذاره که و تو بعد اون میگی که آقا چرا مثلا. باید جواب پس بدی. آره اصلا آره چرا واقعا. قالب شکرینم حالا من اگر فرصتی بشه، تا الان فرصت نشد، اگر فرصت بشه حالا درباره شکرینه صحبت کنم. قالب شکرینه 1 سال اولش رو من فقط روی قالب شکرینه کار میکردم، هیچ پروژه‌ای نمیگرفتم، نه طراحی سایت نه هیچ میگم چیزی، اصلا کار. فقط آره قالب شکرینه کار کردم. و نسخه یکش که سال 1400 منتشر شد و با نسخه فکر میکنم 3 که آخر 1400 بود، یعنی که 1401 بود، بررسی کنی فکر میکنم نزدیک به بیشتر از 100 تا فیچر من اضافه کردم. تیکت میومد فلان چیز، من همون رو اجرا میکردم، یعنی کامل تمرکزم رو قالب شکرینه بود. فقط اون ادیتا که میدادن من اجرا میکردم، یعنی کلا فول تایم داشتم روی این کار میکردم. درآمدش هم اونقدری نبود، ولی خب منم خیلی درآمد زیادی نیاز نداشتم اون تایم، چون هم دانشجو بودم هم خاصه پیج میجم خیلی بهش بها نداده بودم، پروژه بیرونم نمیگرفتم. سر این قضیه آره، یعنی یکی از عوامل موفقیتش دقیقاً همینه که وقت بذاری براش. من بسیارم لابلای عالی. صحبتت چیزی بگو حتما بگو. من لابلای صحبتت یه نکته رو بگم دوباره تاکید کنم. 2 سال بچه آقا متین گفت 2 سال، یعنی 1400 نسخه یک، الان 1404، یعنی تا اون به اون نسخه 3 برسه فکر میکنم من چیزی که متوجه شدم 2 سال یا 4 سال. چقدر زمان برد؟ قالب نسخه یک شکرینو 1400 منتشر شده
ولی توی یک سال اول من تقریبا هر 2 هفته آپدیت میدادم، یعنی خیلی زیاده ها. اینو کسی که این کار کرده یک میدونه. سال تمام. آره یک سال واقعا کار هر دو سختیه. هفته من آپدیت میدادم کنار هم، واقعا کار چه سخت. میدونم، دانشگاه مونه هر چیز دیگه ای، من آپدیت ها میدادم، کاری نداشتم به کسی. تیکتام خودم جواب یعنی میدادم تا یک سال تمرکز اول. دقیقاً تمرکز تمرکز صدم بود. 100% روی این کار. بعد از اونم که دیگه مثلا ماهی تقریبا هر فصلی یه بار شد. الان دیگه فکر می‌کنم هر تقریبا 4 5 ماه یه بار، چون دیگه باگا خیلی کمتر شده، اونقدر نیستش که ما هی آره. بخوایم آپدیت بدیم. الان دیگه داریم روی مثلا نسخه بعدی کار می‌کنیم که یوهو مثلا یه آپدیت کلی بده، اینجوری کار می‌کنیم. این دقیقا بچه‌ها که بسیار فکر مهم. میکنن قالب بسازن میفروشه توی ژاکت و اینا، این سختی ها رو باید ببینن خیلی و داستان داره، کاملا به فقط نظر قالب ساختن تجربه خیلی. نیست. آره. اینا دقیقا همین. تجربیات فکر کنم خیلی به دردشون میخوره. دقیقاً حتما حالا اگه فرصتی باشه بازتر هم میگم که انشالله. چی شده. حالا قالب شکرینا اگه درآمد داشته، نمیگم نداشته، ولی اونقدری نداشته که بگیم خیلی زیاد بوده. و بیشتر این چیزی که قالب شکرینا تو کار من کمک کرد این بود که یک نمونه کار قوی برای من بود. این که مثلا الان 1000 تا سایت با کد من داره اجرا میشه، خب طبیعتا من میتونم برم بگم آقا من میتونم قالب اختصاصی بسازم، این نمونه کار منه. نیازی نیستش که مثلا یه دونه فروشگاهی برم بگم یه دونه اینجوری اونجوری. میگم آقا خب 1000 تا سایت دارن با قالب من کار میکنن، خب طبیعتا من میدونم دارم چی کار میکنم. سر این قضیه بیشتر به من کمک کرده که پروژه های بیرون درآمد اصلی من بود. این نکته کلی که قبلا تو گروه هم گفتم، الان یه بار دیگه بهش اشاره کردم. خب از این بحث طراحی و وردپرس یکم فاصله بگیریم، چون من میدونم که توی سئو هم کار میکنی. اینو بهم بگو که اصلا از اول سمت سئو رفتی یا نه، کجا شروع شد که بری سمت سئو، و اینکه اصلا پیشنهادش میکنی به بچه‌ها که در کنار طراحی سایت سئو هم یاد بگیرن یا نه. چون خیلی ازم پرسیدن، حتی تو گفتگوهای قبلی هم تقریبا میشه گفت 4 5 نفر توی چتون هم پرسیدن که حالا سئو رو چجوری یاد بگیریم یاد نگیریم. این تجربیاتت رو بهمون بگو توی این مسئله. خب من تقریبا نتیجه سال 1400 بود، 1399 اواخر 99 و اوایل دیگه 400 دیگه اولین پروژه سوم کار کردم. کارش هم اینجوری بود که یه پروژه‌ای بود که انتظار کار سئو از من نداشت. یعنی به من گفتش که آقا من می‌خوام رو سئو این وبسایتم کار کنم و این خیلی مهمه که تو یه چیزی رو بلد باشی انجام بدی یا نه. طرف بگه آقا من دستتو باز میذارم و کار کن روش. گفتم اوکی باش. منم سرم درد میکرد برای کار کردن تو تجربه پیدا کردن تو چیزای جدید و رفتم سراغش. خلاص رفتم سراغش. بعد از اینکه باز هم این رو به صورت خودآموز یاد گرفتم و اون منابعش و سورساش رو پیدا کردم و دیدم، رفتم سر وقت سئو یه جوری که الان در حال حاضر بعد از گذشته چند سال از این داستان، تقریبا 4 5 سال، الان غالب پروژه های سئو. یعنی خیلی پروژه طراحی سایت شاید کمتر بگیرم و خودم این فضا رو بیشتر دوست دارم. یعنی این دراز مدت بودن و بلند مدت بودن رو با توجه به سبک زندگی که دارم، خودم ترجیحم اینه که توی این فضا کار بکنم. اینکه بچه‌ها بخوان کار بکنن یا نه، ببین من قبلا توی چند تا استوریم گفتم البته این صحبت ها رو من به نقل از آیه شجاری میگم، آیه مهدی شجاری میگم. ایشون گفت اولین بار این داستان رو و به نظرم خیلی هم قشنگ و خوب گفت. ایشون میگفتش که قبلا شما کار کردنتون مدلش تی شکل بود. تی یه خط عمیق پایینش داره، یعنی شما تو یه حوزه عمیق میشدی کار میکردی. الان مدلت مدل وی شکله. تی شکل تو یک حوزه شما عمیقی، تو مدل وی شکل شما تو یک حوزه عمیق میشی و تو حوزه های دیگه هم یه سررشته‌ای داری. اینجوری نیست که کلا ندونی. ببین شما که داری قالب توسعه میدی، اگر بخوای واقعا استاندارد و دقیق و درست توسعه بدی، باید یه اطلاعاتی راجع به سئو داشته باشی، باید تجربه کاربری رو بدونی، یو آی بدونی، رابط کاربری رو بدونی. خب پس همه اینا مکمل هم دیگه. اینکه بخوای به صورت حرفه‌ای بهش نگاه بکنی و بگید که آقا من کار طراحی سایت انجام بدم، کار سئو هم انجام بدهم، یعنی به صورت حرفه‌ای، نمیشه. یعنی من از نظر من اینکه شما تو هر دو تا حوزه همزمان فعال باشی، مگر اینکه تیم درجه یک داشته باشی، دو تا آره دو تا لیدر تاپ داشته باشی، اونجا یه دونه مسئول سئو شما، یه نفر مسئول طراحی پروژهاتون
و اونا نیروهای خودشون داشته باشن، شما بهشون پروژه بدی و بگی آقا تیم لیدتون منم و باقی داستانا رو دیگه من هندل میکنم. اینکه خودت بخوای هم پروژه بزنی، هم نمیدونم توسعه بدی، هم ساپورت بکنی، سئو اصلا یه داستان عجیب و غریب بود بس خودش که میدونم. بعدا اگه فرصت شد اون سئو کارهای آره خیلی خفن تر از منی هستن دارن کار میکنن، اونا میان صحبت میکنن راجعش. ولی ولی آره سئو خیلی داستان. به نظرم که نمیشه به صورت کامل توی این دوتا فعال 100% بود. یعنی شما بلد بودنش رو حتما یاد بگیرید، هم سئو رو، هم طراحی سایت رو، هم کدنویسی رو. بلد بودنش رو به نظرم حتما بلد باشید یاد بگیرید، ولی پروژه اگر میگیرید خیلی با دقت و اینکه بدونید یعنی پاتون رو کجا دارید میذارید. سئو اصلا شوخی بردار نیست. خیلی عالیه. منم دقیقا همین رو چند بار بچه‌ها گفتم که خودم توصیه‌ام اینه که توی یه حوزه قشنگ تمرکزتون رو آره بذارین. یاد گرفتن آره به قول تو ایرادی نداره، خب مثلا من یه چیزایی از سئو بدونم خب نه مثلا هیچ لازم هم ایرادی میشه، نداره. ولی تمرکزمون مثلا اینکه بیایم یه پیج بزنیم. الان پیج تو هم یا من ندیدم، اگر هست حالا بهم بگو اشتباه میکنم، اینکه توی پیج مثلا بنویسی من سئو انجام میدم یا پروژه سئو میگیرم، نه فکر نمی‌کنم نوشته باشه. نه اصلا من تو پیجم یه چیزی شاید باید جالب باشه، من خیلی کسایی که پیام میدن باور میکنن نمیدونن من کار طراحی سایت انجام میدم. مگه میشه؟ من اصلا آره نه جدی نمیدونن، میگن شما آره طراحی میدونم. سایت هم انجام میدین، میگم اوکی انجام میدم، آره انجام میدم، رزومه مثلا نمونه کارام اینجاست. آره میدونم. پیج بیشتر آموزشیه، ولی آره اینی که داری میگی کاملا درسته. یعنی مثلا تمرکزت از این پیج اینه که طراحی سایت انجام بدی و بازاریابی برای سئو انجام نمیدی. حالا درسته خب طبیعتا این سایت انجام بدی میتونی همون سئوشو بگیری اگر که بلد باشی و حالا بخوای وقت بذاری، ولی اون تمرکزت روی یه حوزه است. من خودم مثال زدم همیشه، من الان تمرکزم روی پلاگین نویسی. حتی من نمیگم توسعه وردپرس، اگه تو پیجم ببینی میگم پلاگین نویسی. من اصلا قالبم توسعه میدم دیگه، خودم قالب نوشتم، قالب اختصاصی هم انجام میدم، ولی نیچ دارم روی پلاگین نویسی کار میکنم. از پیج اگر پروژه میاد معمولا پلاگین نویسیه، چون میدونم که هم پروژه های زیاده هم کوچیک کوچیکه میشه راحت درآمدشون. پروژه بزرگتر من از سورس های دیگه ای میگیرم معمولا. سر این قضیه میگم که حالا اگر که یه منبعی رو میخواین انتخاب کنی یا در واقع یه کاری رو، یه حوزه رو میخواین انتخاب کنین، روی همون فوکوس باشین و سعی کنین توی اون خیلی متخصص باشین. حالا کنارش اگه کار دیگه هم میخواین یاد بگیرین اوکی یاد بگیرین. که مسعود همینو گفت و من کاملا باهاش موافقم. خب یه به نظر من فاصله بدیم بچه‌ها، اگر سوالی داریم بپرسین که وارد بخش آخرم بشیم. سوالی تو این بخش که حالا داشتیم تا الان هم بحث طراحی، هم بحث حالا هم سئو، هم که یه خورده هم وارد بحث پروژه گرفتن شدیم. اگر سوال دیگه توی این بحثا این حتما بنویسین الان توی چت، ما جواب میدیم و بعد بریم سراغ بخش آخرمون که در رابطه با برند و کارهایی که توی سوشال میدیا میشه انجام داد صحبت کنیم. سوالا چرا نمیاد؟ سوال ندارین؟ بچه خوابی؟ فکر کنم خسته شدن ما رو ول کردن. بچه اگه هستین یک بفرستین، هر کی هست یک بفرست. 39 تا یک میخوام. الان اومد. خب نه هستن نه هستن بچه هایی بفرستی فعالا. چت باک خورد بالوش من نمیبینم. خب اوکی، اگر سوالی نیست ما بریم سراغ بخش بعدی. بذار یه سوالی پرسیدن. آره منشنش کردم فکر کنم. میگه که نمونه کارتون رو چجوری میفرستین؟ عکس میفرستین به صورت اسکرین یا نه آنلاین مثلا لینک بهش میدین که بره ببینه؟ ببین همه ی نمونه کارا رو من اگه اون اوایل کارم بود از هر نمونه کارم یه دونه نسخه سامپل شده کامل، همونی که با داپلیکیتور خیلی هاتون میزنید ایجاد کنید، یه نمونه میگرفتم میذاشتم یه گوشه کناری باشه، مثلا یه هیچ جایی هم لایوش نمیکردم. الان که میتونم یه هاست خیلی بزرگ بخرم همشون رو لایو میکردم که اونجا باشن، ولی متاسفانه اولا که عکس فرستادن تو پروژه طراحی سایت اصلا معنی نداره. شما عکس بفرستید برای مشتری خیلی از چیزها رو نمیبینه، افکت‌ها رو نمیبینه، انیمیشن‌ها رو نمیبینه، کارکرد و عملکرد منوها رو نمیبینه. درست‌ترین حالتش اینه که شما یه نسخه دمو بدون دیتای زیاد
یعنی اون نسخه‌ای که رو هاست خودتون میزنید. الان وصله میکنم. آره خب بریم. اوکی بریم. میگفتی آره، مدل نشون دادن نمونه کارا این بهترین حالتشه که شما یه دموی کامل با دیتای کم که فضای خیلی زیادی هم از خودتون نگیره یا هاست نرمال همیشه برای خودتون داشته باشید، اونجا ارائه بدید به کاربر. عکس فرستادن یا مثلا توی موکاپ گذاشتن و تحویل کار مشتری دادن، اینا خیلی چیز جالبی نیست، چون همیشه سایت ها لایو نیستن. من دیشب اتفاقی رفتم پروژه مثلا سال 94 رو داشتم نگاه می‌کردم، از 30 تا پروژه‌ای که باز 40 تا پروژه‌ای که باز کردم 5 تاش لایو بودن. اونم مثلا از 5 تا 2 3 تاش مثلا اصلا ظاهرشون عوض شده بود، خیلی گذشته دیگه، در 12 سال گذشته. می‌بینی هیچ کدوم از نمونه کارهای موقع ندارم، در حالی که مستنداتش هست، داکیومنتش هست. اون موقع مثلا فیلمای چیزی هم نبود. بهترین حالت ارائه کردنش به نظرم این شکلیه، یعنی این درست ترین حالتش اینه. دقیقاً درسته، منم همون با موافقم. و یه نکته من اضافه کنم، این که نمونه کار اگر می‌خوایم کارفرما بدین خودتون چک کنین قبلش، یه لینک آماده نداشته باشین بفرستین برای کارفرما. چون من برام پیش اومده چند وقت پیش که داشتم استخدام می‌کردم طراح سایت، رزومه ها رو که نگاه می‌کردم مثلا از 10 تا لینکی که گذاشته بود فقط 2 تاش میومد بالا، اونم مثلا یکیشون SSL نداشت. آره. یکیشون هم مثلا حالا من میدونم SSL چیز خاصی نیست، مثلا یه دکمه میزنی اوکی میشه، کارفرما شاید اینو ندونه، فکر می‌کنه سایتت خرابه داره ارور میده، نمیدونم هکش کردی، مثلا اون مثلث رو می‌بینی فکر می‌کنه هکش کردی، نمیدونه که. سعی کنید حتما چک کنید اون کارتون رو، خیلی همینجوری خیلی نفرستید، وقت بذاریم برای آره این خیلی کسی که داریم باش به خاطر همین میگم که آره دیگه، اون آدمه داره میاد اولش باید ببینه که شما آقا چیکاره کنید. بعد به خاطر همین میگم همیشه یه هاست داشته باشید اونجا، یه نسخه ازش لانچ بکنی، حداقل یه نسخه مثلا اگه فروشگاهیه، یه نسخه صفحه محصول، یه نسخه بلاگ، یه نسخه صفحه اصلی که مهمترین جاست، اینا رو ببینه حداقل. دقیقاً بعد میاد باهاتون صحبت. کاملا درسته. یکی از بچه‌ها گفته که برای طراحی بنر رو اینا فتوشاپ به نظر یاد بگیریم. من خودم کنوا استفاده میکنم، قبلا هم گفتم، حالا خود تجربه‌ات بگو چه جوری بوده تو این بحث. آره منم کنوا استفاده میکنم واقعاش. منم کنوا استفاده میکنم، در میاره الان. آره ببین ماها طراح بنر حرفه‌ای نیستیم از اینجا و اون اصول استانداردهایی که باید تو کار رعایت شه. یه پروژه‌ای داره طلا جواهر میفروشه، سبک طراحی وبسایتش یه سبک لوکس و خاصه، اون نیاز به بنرهای خیلی مینیمال و جذاب داره، بنرهای لوکس‌تری داره. اینا رو طراحا میدونن، اینا رو گرافیستا میدونن و اونا باید انجام بدن. یاد بگیرید. به نظرم بازم میگم فتوشاپ هم جزو اون دسته نرم افزارهاییه که یادگیریش هیچ ضرری نداره و میتونه بهتون کمک بکنه، ولی اینکه وقت بذارید سر طراحی بنر کردن برای یه پروژه‌ای به نظرم کار جالبی نیست. کنوا کارو در میاره به قول تو. آره من موافقم. یه کنوا پرو قیمت زیادی هم نداره، من همیشه تهیه میکنم. آفرین دقیقاً مثلا همه چیزم داره، تمپلیت همه چیزو داره، یعنی هر چیزی فکر کنی داره. همین عکسایی که ما الان برای همین وبینار داشتیم اینو من با کنوا زدم دیگه. نمونه از این واضح‌تر میخوای که بنر استوری همین رویدادو هم در واقع این سمینارش رو من با کنوا زدم. یه تمپلیتی که برای بچه‌ها استفاده کردم. آره. یه سوال دیگه بود الان دیدم، درآمدو پرسیدن. ببین درآمد من خودم دو سه بار گفتم، حالا نمیدونم شاید مسعود دوست نداشته باشه بگی، من اصرار نمی‌کنم که بگی، ولی درآمد به نظر من، حالا شما اصلا فرضاً بدونید درآمد من چقدره، خب اصلا من تضمین نمیدم که شما بتونید دقیقاً همینقدر در بیاری. ممکنه خیلی بیشتر در بیاری، ممکنه خیلی کمتر در بیاری، به خیلی عوامل بستگی داره، به تجربت، به مهارت نرمت، به اون منبعی که داری برای پروژه گرفتن، به در واقع حالا اون فن بیانت، به خیلی چیزا، یعنی به هزار چیز مرتبطه، نه صرفا اینکه چون من وردپرسی هم شما هم بری وردپرس یاد بگیری همینقدر در بیاری. واقعا این هست. مسعود جان تو هم نظر تو این موضوع چیه؟ نمیدونم. من مشکلی ندارم مسعود جان درآمدم رو بگم الان، ولی جالب نیست یه سری مشکلات، آره یه سری مشکلات بعدش پیش میاد که الان من نمیدونم چه کسایی توی این وبینار هستن. خب ممکنه کسایی باشن که من نخوام اون شخص فقط درآمدم رو بدم. میدونم چی میگی. به خاطر همین ترجیح میدم نگم. ولی شما میتونی ماهی 50 تومن درآمد داشته باشین، میتونی ماهی 100 تومن درآمد داشته باشین، ماهی هیچی در نیاری، هیچی درآمد نداشته باشین. وقتی شما میای تو این فضا میگه آقا من فریلنسرم و دارم این کارا رو انجام میدم، درآمد اصلا ثابت نیست. بستگی همش به همون فاکتورایی داره که خودت هم گفتی. یعنی اون فاکتورها هر چقدر بهتر باشه بهتر. مثلا تو تایم کرونا خب خودت میدونی یه مریض شده بودن، همه پروژه‌ها دورکاری بود،
دقیقاً. هزار تا داستان بود، همه دنبال طراح میگشتن، همه دنبال گرافیست میگشتن، خیلی درآمدشون زیاد شد، خیلی هم درآمدشون کم شد تو اون دقیقاً. حوزه. اونایی که مثلا خیلی هم تخصص بود اصلا. بیشتری داشتن، آره اونایی که آدم با آدم تخصص متفاوته. بیشتری داشتن، دقیقاً همین. من خودم مثلا با همکار خودم میدونم دیگه، اکثرا با هم دیگه خیلی رفیقم و میدونیم چقدر در میاریم، یعنی پروژه هم دیگه میدونیم که چیه. مثلا از من پرسی آره مثلا فلانی رو اسمم نمیارم، فلانی پروژه چیه من میدونم الان چه پروژه‌ای دستشه، در این حد میدونم. ولی واقعا متفاوته. مثلا یک ماه من بازش قبلا گفتم، یک ماه مثلا من در میارم چه میدونم 5 میلیون تومان، خرج اون ماه هم در نمیاد. یه ماه مینی نه یوهو مثلا من چند تا پروژه رو با هم استارت میزنم، چون تیمم دارم میتونم دیگه، یوهو 5 تا پروژه رو با هم میگیرم، از هر کدوم مثلا فرضاً 20 تومن بیانیه گرفتم، یوهو مثلا توی یه ماه میبینی چند میلیون درآوردم که اصلا میتونم کلا بزنمش کنم. اصلا دقیق نیست و خیلی هم متفاوته. من خودم سورسام واقعا زیاده برای پروژه گرفتم، همیشه هم تقریبا پروژه آره دارم، ولی خب خیلی ها بیش بیاد پروژه ندارن اصلا در ماه. این هست. آره آره. اینو پس میگذریم ازش. اینم خواستم توضیح بدم که خیلی هم بی نه جواب اصلا نمون. رقم مشخصی نیست نه ولی واقعا مشخص نیست. من واقعا نمیدونم که دقیقاً چقدر در میاره، ولی بازشو کلا میدونم دیگه. برای قیمت گذاری گفتن که چه جوری پیشنهاد بدیم، با چه روشی پیشنهاد بدیم قیمت رو. اون لحظه‌ای که می‌خوایم مثلا کارفرما میگه این قیمته، چه جوری بهش میگی؟ مثلا نوشتن که بیایم همه کارامون مثل طراحی بنر سایت. خودش اولا میگی که یه یا نه؟ چیزی من بگم شما، ببین قاعدتا کارفرما شما یه بدون شما چه خدماتی بهش ارائه میدین اتفاق بدی نیست، ولی اینجوری نگین که آقا من بنر رو زدم اینقدر میشه پول بنر، اینقدر میشه آره. پول مثلا لوگو، اینقدر میشه پول مثلا صفحه اصلی 50 تومن، مثلا صفحه داخلی محسود مثلا 100 تومن. نه، شما یه پکیجی دارید بهش ارائه میدید و بعضی بچه‌ها من دیدم شیطنت میکنن، چیزای عجیب غریبی توی آره. پیشنهادشون به کارفرما می‌نویسن. نکنید این کار، واقعا کار همین درست و منطقی نیست بچه‌ها. آره. من میتونم به کارفرما بگم، چون من کار سئو میکنم، میتونم بهش بگم آقا من سئو سایتتم انجام میدم، بهتم قول میدم که مثلا رو فلان کلمه نتیجه هم میگیره. ولی سئو سایت وقتی شما به کارفرما میگید مثلا طراحی سایتتون با سئو سایتتون 30 میلیون تومان، کارفرما شما فکر میکنه کل پروسه سئو یه داره بار. با 2 میلیون تومان جمع میشه. آها. آره یه باره، مثلا یه باره بهش توضیح بدید، بگید آقا ما اون تنظیمات اولیه و بیسیک سئو رو براتون انجام میدیم، نتایج پیج اسپیدتون رو تضمین میکنیم که بالای این امتیازه، اینا رو بهش با جزئیات بگید و نه موردی هم اصلا قیمت ندید. ببین الان اینجوریه که یه نفر میاد میگه آقا من یه سایت میخوام برای شرکت، خب باید ازش بپرسید چند زبانه باشه، یه زبانه است، دو زبانه است. اون زبانه مهمه، چرا؟ به خاطر اینکه توی حجم کار و زمانی که شما برای این پروژه میذارید تاثیر میذاره. بله. همه چیز رو منوط کنید به فاکتورهای بیشتر اون اصلی. تایمی که میذاریم کلا قیمت وابسته هست. دقیقاً و اینکه خرد قیمت کردنی یه ایرادی گذاریه. هم میتونه داشته باشه. مثلا شما میگی چه میدونم صفحه اصلی این بنر، این کارفرما اگه یه خورده گیر باشه میگه آقا من بنر نمیخوام، برام بنر نزن، میدم مثلا پسر خالم بزنه. خب خب این حالا مشکل به بیا وجود میاد درستش کن. دیگه، دردسر میشه. اصلا نکنید این کارو، از من جالب نیست. یکی از بچه‌ها هم گفته که مثلا پلن بندیش کنیم، پلن نمیدونم نقره‌ای طلایی اینا. من یه بار قبلا خودم توضیح دادم، یه وبیناری هم توی سایت خودم هست، قبلا هم گفتم که وبینار فریلنسری و اینا همچین چیزیه تایتلش، توی سایت خودم که اونم یه سری تریکایی که خودم پروژه گرفتم توش گفتم که یکیش همین پلن بندی، البته نه اینجوری که الماس و اینا، یه خورده بازتر گفتم. ولی آره به نظر من پلن بندی بکنید. حالا نظر مسعود نمیدونم چی تو این. منم موافقم. حتمی، ولی بهشون ای کاش مثلا یه راهنمایی بدی و بگی که چجوری پلن بندی کنن و اصلا استراتژی پشت اون پلن بندیه رو ای کاش بدونن. یعنی بعضی سایت ها رو الان بزنی قیمت طراحی سایت چک کنی 3 تا پلن گذاشتم آره. فقط اسمش نقره‌ای و طلایی آره و آره الماسه. اون نه، اون یعنی خوب این نیست. پلنتون منطقی همون باشه، یعنی یه چیزی باشه که کاملا واضح و آپشناش هم چی میگن قابل دیدن باشه. مثلا صرفا میگی سایت شرکتی مثلا 10 تومن سایت نمیدونم فروشگاهی 50 آره تومن، نه اینجوری این نباشه پلن خیلی بندی هم. نیست. آره این پلن بندی نیست، فقط دسته بندی کردی در آره واقع. این از این مورد. یه سوالی می‌خواستم خودم بپرسم یادم رفت، اگر یادم اومد دوباره جلوتر ازت میپرسم. این از این بحث فکر کنم اکثر سوالا رو جواب دادیم. من سوال دیگه نمیبینم که جواب داده نشده باشه. یه پیام جدید اومد. خب این از این بحث. و یه بحث کوچیکی هم میخوام
داشته باشیم در باره قرارداد. برای بحث قرارداد معمولا چه کاری انجام میدی؟ حالا نمونه خاصی داری که پر میکنی یا نه اصلا ترجیح میدی قرارداد ننویسی و اصلا چه جوریه کنن؟ ایدئالت برای این قضیه چه جوریه؟ ببین ایدئالم اینه که حتی اگر کارفرما اصرار کرد که آقا ما مثلا رفیقیم، نمیدونم دوستمی 10 سال هم دیگر میشناسیم، حتی اگر اصرار به هم برای این بود، من قراردادم رو باهاش بنویسم و قرارداد رو یه فرمت مشخص دارم براش که خب اون تاپیک های جنرال قرارداد، عنوانهای عمومی قرارداد که توش هست و حتما یه فضایی رو دارم توی قرارداد که جزئیات مختص اون پروژه رو توی قرارداد اضافه میکنم. این قرارداد با قرارداد فرق میکنه. همه قراردادها یکسان نیستن. کارفرمایی که از شما یه سری دیتیل و جزئیات توی پروژهش میخواد باید تو قراردادتون قید بکنید و قرارداد رو حتما ببندید. به هیچ عنوان اکتفا به این که میشناسید همدیگه رو یا مثلا 10 تا پروژه از قبل با هم انجام دادید، اصلا اینا رو ملاک قرار ندن و به نظرم هر پروژه جدیدی رو با یه قرارداد مختص خودش ببرن جلو. انشالله که هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیاد، ولی اگر مشکلی پیش بیاد اون موقع اعصاب خوردی‌ها و گرفتاریاش تازه گریبانتون میگیره و گرفتار میشید، باید کاملا اذیت میشید. آره دقیقاً باید موافقم. و این داستانی که خیلی آشنایی و نمیدونم این داستانا واقعا ضرر میرسونه. من قبلا آره خیلی داستان داره. تجربه‌ام چند بار گفتم توی چند جای مختلف، دیگه نمیگم دوباره که زیاد نشه. بسیار خوب. من سوال بولد دیگه این نمیبینم، اکثرا بین صحبتامون جواب دادیم دیگه. سوال تکراری میشه، نمیخوام این کار انجام بدم که بپرسم. اگر سوالی دارین بچه‌ها بگین که سوال شما هم پاسخ بدیم تو این فاصله، چون آخرای وبینارم هستیم. من یه بار دیگه بگم که ما یه گروهی داریم که توی گروهمون درباره همین وردپرس هستش. سوالی اگر داشته باشین میتونین بپرسین. من هستم، مسعود هست، بچهای دیگه هستن، سوالاتون رو جواب میدیم. حتما پروژه دست جمعی انجام میدیم، خیلی کارهایی که میتونه به رشد همگیمون با هم دیگه کمک کنه و کاملا هم رایگان هست. لینک گروه هم پین کردم، WP آندرلاین ها توی تلگرام سرچ کنیم براتون میاد. سوپر گروه هست، لینک داره و آیدی داره. این از این مورد. نکته بعدی که میخوام بگم در رابطه با اسپانسرمونه. ما 2 تا اسپانسر داریم توی کامیونیتی که اسپانسر این ویدیو هم هستن. اولیش پلتفرم در واقع فروش هاست لیمو هست که هاستای وردپرسی و ووکامرسی میفروشه و دومی هم که ژاکت هست که مارکت پلیس محصولات وردپرسی ایرانی هستش. آره متین جان، یکی دوستانمون پرسیده بودن که بهینه‌سازی لطفاً حرف بزنید. بهینه‌سازی چی دقیقاً میشه؟ بهینه‌سازی سرعت دیگه احتمالاً. خیلی زیاده بخوایم توضیح بدیم. آره اونم اگر فرصت شد یه وبینار من قول میدم که باشه برای سرعت فقط صحبت کنیم. آره من یه دقیقه میخوای، چون بنده خدا چند بار پرسیدن توضیح بدم. گرچه توی اینستاگرام حالا استاد ما هم ببینن که توی پیجای بچهای دیگه خیلی صحبت شده راجبش. بچه‌ها یه اصلی ترین فاکتوری که تو سرعت سایت تاثیرگذاره هاسته که من حالا تجربیاتمو گفتم. اتفاقا اسپانسر محترم این وبینارم لیمو هاست بزرگوار، سرویس‌های خوبی داره برای این. ولی من اگه بخوام راجع به فاکتورهای صحبت بکنم، یکی از فاکتورهای اصلیش هاسته. فاکتور بعدی انتخاب قالب مناسبه. اگر از قالب آماده استفاده میکنید یا اگر از هلو المنتور استفاده میکنید که میدونیم همتون چقدر سبکه، و اگر مورد خاصی تو این زمینه هست که من باید توضیح بدم یا نیاز به توضیح ما داره، من در خدمتم. میخوام ولی خیلی با گستردش کنیم. اولا اینکه هم هاست خیلی زیاده، خیلی مهمه. بعد انتخاب هاست واقعا مهمه، بودجه مهمه، تصاویر سایت خیلی مهمه. آره خلاصه بخش زیادی هست که حتما من این قولو میدم که حالا هم اگر مسعود بود هم بچه‌های دیگه هر کدوم که بودن، بچه‌ها که قبلا باشون گفتگو داشتیم، یه وبیناری داشته باشیم در رابطه با سرعت فقط صحبت کنیم. اینم از این. خیلی ممنونم ازت مسعود جان، واقعا تجربیات کاربردی بود. من خودم به شخصه واقعا استفاده کردم و مطمئنم که بچه‌ها هم نظرم با من، هم که حالا بچه‌هایی که بعداً ویدیو رو می‌بینن
پیج مسعودی که حالا توی بنر هست، توی کاور هم هست، اگر توی یوتیوب ببینین استاد نو آیدیشه، توی اینستاگرام اگر خواستین فالو کنین پیج منم که shokrino.wp. و مسعود جان اگر صحبتی داری ما در خدمت هستیم. صحبت نهایی. خیلی مخلصم مسعود جان، عزیز داری، ممنونم از لطفت، مرسی که دعوت کردی اصلا. برای منم پر از تجربه و لحظات جذاب بود و سر بچه‌ها رو درد آوردیم دیگه حسابی. نه خواهش میکنم، حتما مطمئنم بچه‌ها که استفاده کردن مثل من، حالا طرف بچه‌ها استفاده میکنم، ولی حتما وبینار مفید بوده. وبینار بعدی و بچه‌ها میپرسن، ببینید من با چند تا مهمون صحبت کردم، با یکی دو تاشون نهایی هم کرده بودیم ولی خب نشد، کار براشون پیش اومده، کلا افتاده عقب. و تو این ماه من خیلی سرم شلوغه، فکر میکنم که یه خورده فاصله بیفته، مثلا 3 هفته آینده یا 4 هفته آینده باشه، ولی سعی میکنم که حتما اولین فرصتی که بتونم هماهنگ کنم با بچه‌ها وبینار بعدی رو بذاریم. اینم از این مورد. همگی فکر میکنم که دیگه ساعت 9:53 است، تقریبا 7 دقیقه داریم. خیلی ممنونم از اینکه تا این ساعت همراهمون بودین همه بچه‌ها. حتما توی گروه باشین، نکته دیگه اضافه باشه میتونین تو گروه هم بپرسین، ما هستیم. و از طرف من دیگه همگی خسته نباشید و شبتون بخیر باشه. خیلی مخلصم متین جان، دست گلت در نکنه، ممنونم بازم ازت و خسته نباشید میگم به همه بچه‌هایی که موندن تا این ساعت. شما هم خسته نباشید، خیلی زحمت میکشی، میدونم. من جا داره که این آخر صحبتمون ازت یه تشکرم بکنم. این کامیونیتی حالا من فارغ از تمام مباحث مالی و اینا که خودت داری هندل میکنی و میدونم که کار خیلی سختیه و میدونم چقدر زمان میگیره تو این برهه از زندگی که هممون مهمترین چیزمون برامون زمانه که 24 ساعت برامون کمه. خیلی کار بزرگیه و دمت گرم. امیدوارم که کمک بکنن همه بچه‌ها. خیلی مخلصم، امیدوارم همه بچه‌ها کمک کنن که این ادامه دار و پایدار باشه. من دارم تلاشمو میکنم و بچه‌ها واقعا از حق نگذاریم، همشون پایه هستن و تلاش دارن میکنن و من راضیم واقعا از تلاششون باعث میشه که منم بیشتر تلاش کنم. و اینکه هم کنار ما بودن بچه‌ای مثل شما، حالا هم شما هستی هم بچه‌های دیگه که قبلا بودن، خیلی واقعا تو این مسیر هم منو کمک کرد هم بچه‌های دیگه. خیلی مخلص. بازم خسته نباشید میگم همگی و ان شاءالله شب خوبی داشته باشید.